بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. با شما عزیزان و گرامیان هستیم با برنامه دیگر از برنامه‌های حجتی بی حجت. امیدوارم در هر کجا که باشید شاد و خرم و پیروز باشید و رحمت و الطاف خداوند شامل حال شما باشد. امیدوارم که لحظات خوشی را سپری کنید و در این برنامه و تا آخر برنامه با ما باشید و اطلاعاتی انشاءالله به اطلاعات شما افزوده بشه. همونطور که مستحضرید در هفته گذشته در رابطه با شیعه و تکفیر بحثی داشتیم که شیعیان جز خودشون همه رو تکفیر میکنن، اما چون که وقت اندک بود و نتونستیم به بیشتر از تکفیر شیعه بپردازیم که چه کسانی رو تکفیر میکنن، فقط به مدارکی خیلی خلاصه اون هم از کتاب بهارالانوار مجلسی در رابطه با تکفیر شیخین پرداختیم. اگرچه کتاب‌های زیادی مجلسی داره که تکفیر اهل سنت غیر از شیعیان دیگر زیدی، واقفیه و بقیه شیعیان رو تکفیر میکنه، فقط به خاطر ضیق وقت ما به بهارالانوار کتاب بهارالانوار رو مورد بحث قرار دادیم و تکفیر شیخین ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را از این کتاب ثابت کردیم. به مهمان برنامه از طرف خودم و بینندگان عزیز سلام و وقت بخیر دارم. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. طور سلام علیکم میکنید انگار هم دیگر رو ندیدین. شاید ندیدین در دقیقه پیش. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و گرامی و خوشحال هستم که امروز هم در خدمت شما و عزیزان بیننده هستم. جناب استاد، همونطور که هفته گذشته در رابطه با تکفیر و شیعه صحبت‌هایی شد، شاید بینندگانی باشن که هفته گذشته نبودن یا شاید هم بودن از وسط برنامه رسیدن. دوست دارم که خلاصه ای از هفته گذشته در رابطه با شیعه و تکفیر برای ما بینندگان بیان داریم که باز هم این هفته باز هم تکفیر شیعه داریم و همچنین یک کمی بحث مفصل تر خواهد بود. البته تکفیر شیعه نداریم، شیعه و تکفیر. شیعه و تکفیر یا تکفیر و شیعه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. در هفته گذشته ما در مورد تکفیر و ضوابط تکفیر صحبت کردیم و اینکه برخلاف آنچه که تبلیغ میشه در بین شیعیان که تکفیر عموماً باید رد بشه، نخیر، در اسلام تکفیر وجود داره و هر مسلمانی باید به یک سری چیزهای ایمان بیاره و به یک سری چیزهای کفر بورزه. یعنی هر مسلمانی باید به نوعی تکفیر بکنه. دقیقاً. بعد از اینکه ایمان میاره، ما به الله سبحانه و تعالی ایمان میاریم و به غیر الله سبحانه و تعالی که در قرآن کریم به اصطلاح طواغیت ازشون یاد میشه، طواغیت هر چیزی که غیر از الله سبحانه و تعالی عبادت بشه. حالا این میخواد انسان باشه، میخواد سنگ باشه، چوب باشه، بت باشه، هر چی که باشه، هر چیزی که غیر از خدا پرستیده بشه طواغیت است که ما باید به اونها کفر بورزیم، به عبادت اونها. بله. در این رابطه ما آیاتی رو که در اون آیات ضوابط تکفیر و انواع تکفیر رو بیان میکنه الله سبحانه و تعالی قرائت کردیم در اینجا و ترجمه و تفسیر مختصری داشتیم از بعضی این آیات. آیه 13 سوره فتح بود که عدم ایمان به الله سبحانه و تعالی و پیامبر
از موجبات تکفیر است. درست. کسی که کفر به الله بورزه و به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایمان نداشته باشه، این انسان کافر است. ما در آیات متعددی داریم که انکار نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا هر یکی از انبیای الهی، در این صورت این انسان کافر است. هر کی میخواد باشه، میخواد سنی باشه، شیعه باشه، این اطلاق تکفیر بر این شخص شکل عام است. دروغ بستن به الله سبحانه و تعالی، کاری که به اصطلاح آخوندهای رافضی بدون رودرواسی این کارو میکنن. دروغ میبندن به الله، به رسولش، آیات میسازن، احادیث میسازن از خودشون. در آیه 103 سوره مائده، آیه 32 سوره زمر، کسانی که به الله سبحانه و تعالی دروغ ببنده، به پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغ ببنده، این انسان از جمله کسانی است که بر اونها تکفیر اطلاق میشه. بشر رو مثل الله سبحانه و تعالی دانستن، این صفات الله را به بشر دادن. سوره مائده آیه 72 که در مورد نصارا یا همین مسیحیانی که لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح، یعنی گفتم که این مسیح ابن مریم عیسی علیه السلام خداست. این انسان ها کافر شدن، شریک و همتا قرار دادن برای الله سبحانه و تعالی. در سوره مائده آیه 73، در سوره انعام آیه اولش، هر کسی که به الله سبحانه و تعالی شریک قائل بشه، چه در صفاتش، چه در تصرفاتش، چه در خلقتش، در روزی دادنش، در هر یک از این صفاتی که خاص الله سبحانه و تعالی است، ما کسی دیگری رو شریک قرار بدیم، این انسان کافر میشه، هر کی میخواد باشه. واسطه و وسیط قرار دادن در بین بنده و الله سبحانه و تعالی، که الله سبحانه و تعالی در سوره زمر آیه 3 این مطلب رو بیان میکنه که آیه معروفی است که اکثرا از بس که قرائت شده در این برنامه شاید همه حفظ باشن که و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. دقیقاً حرفی که مشرکین میگفتن ما این بت‌ها رو که پرستش نمی‌کنیم مگر پرستش می‌کنیم به خاطر اینکه اینا ما رو به خداوند نزدیک می‌کنه. دقیقاً حرفی که امروز مشرکین این دوران میگن که بله ما امام زمان رو که پرستش نمی‌کنیم، امام زمان واسطه و وسیط است بین ما و بین الله سبحانه و تعالی. سحر و جادو گفتیم، انکار از فرایض الله سبحانه و تعالی. کسی که حج رو انکار بکنه، نماز رو، روزه رو، زکات رو، آنچه که در قرآن کریم فرضیتش ثابت شده کسی بیاد انکار بکنه، کافر. درست. من شخصی رو دیدم که وقتی بهش گفتن خب شما چرا روزه نمیگیری، فردا روز قیامت بازخواست میشی، گفت حالا کی رفته کی دیده که انسان بره یعنی بازخواست بشه در مورد روزه، روزشو میخورد. خب این شخص یعنی اگر که از روی جهل این حرفو بزنه بحث جدایی، بحثش جداست که حالا میرسیم بعد. درست. اما اگر از روی علم این حرفو بزنه که کتب علیکم الصیام در قرآن کریم در روزه بر شما فرض شدیم، بگه که کی به کی ما بخوریم یا بگیریم، کی میره بازخواست میکنه از ما. یعنی اینجا هم انکار یک از فرایض شد، هم انکار روز معاد شد که اینم از موجبات تکفیر انسان هست، کسی که اینا رو انکار بکنه. نماز نخواندن، زکات ندادن طوری که گفتیم، و تحریف و تبدیل در فرایض، آنچه که الله سبحانه و تعالی یک مسئله رو بیان کرده کسی بیاد برخلاف اون عمل بکنه ولو این فریضه رو انجام بده. الله سبحانه و تعالی گفته که به دور بیت الله طواف بکنید. در حج بگم نه من این کارو نمیکنم، من میرم مثلا صفا و مروه رو انجام میدم طوافش و بس این کارو انجام نمیدم. اینا از موجبات تکفیر میشه اگر که با علم باشه. استبدال قوانین الهی به قوانین بشری، که در این زمینه به طور مثال در بعضی از پارلمان هایی که به نظام غیر اسلامی اداره میشه، مثلا یک مثال میزنیم در اینجا وقتی اینکه توضیح داده باشیم قضیه رو، کسی بیاد بگه که خب در پارلمان فلان کشور در اینجا بیان بگن که ما اینجا 360 تا یا مثلا 400 تا 500 تا عضو داریم در این پارلمان، بیاد رأی گیری بکنیم که آیا اکثریت آرا در این پارلمان با ممنوعیت شراب در این کشور اسلامی موافق هستن یا مخالف؟ درست. این یک عمل کفری است. ما نمیگیم اون اشخاص کافر هستن، این عمل یک عمل کفری است. شما آیات الله سبحانه و تعالی رو که صراحتاً شراب رو منع کرده میایید در معرض رأیگیری قرار میدید در پارلمان که آقا شما موافق هستید که ما این شراب رو ممنوع بکنیم یا نه؟ اینجا دیگه حرفی نباید انسان بزنه. درست. قضیه تموم شده. الله سبحانه و تعالی با آیات صریح شراب را حرام قرار داده. هر گروهی، هر حزبی، هر کشوری، هر پارلمانی وقتی بیاد قوانین الهی رو رأیگیری بذاره در اونجا که شما بیاید رأی بدید، حالا اکثریت رأی دادن و شراب ممنوع شد. شاید بعضی بگن خب کار خوبیه،
ما با این ممنوعیتش کاری نداریم. همین که شما آیات الله سبحانه و تعالی رو آوردید اینجا، در انتخابات قرار دادید، بین مردم شما رأی بدید که این آیات رو شما قبول دارید یا قبول ندارید، خود این کفر است. درست. استهزاء و سخریه به دین، به شاعر دینی، جریانش رو در هفته گذشته بیان کردیم که عده‌ای اومدن به قاریان قرآن تمسخر کردن، گفتن ما شکم‌پاره‌تر از این قاریان قرآن ندیدیم که در وقت خوردن از همین بیشتر میخورن و در وقت جنگ تنبلن. الله سبحانه و تعالی در اینجا آیه‌ای رو نازل کرد که در سوره توبه آیه 65 و 66 که وقتی از اونو پرسیده شد ولئن سألتهم لیقولون انما كنا نخوض و نلعب قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. یعنی کسی که به شاعر دینی، به ریش، به قاری قرآن، به عالم دین، به مسجد، به سجاده، به مصحف، به آنچه که از جمله شاعر دین محسوب میشه تمسخر بکنه، طبق این آیه این انسان چی است؟ کافر است. بعد استهزاء به مسلمان ها، انکار میعاد، نامگذاری قرآن به افسانه‌های گذشتگان. بعضی هستن چون قرآن زیاد است، بعضی از این افسانه ها در قرآن آمده، کسایی که امروز به اسم روشن فکر خودشون رو مطرح میکنن. درست. یا انکار میکنن سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم رو، یا پیامبر صلی الله علیه و سلم رو به عنوان یک به اصطلاح شخصی که فقط وظیفه‌ش این بوده که قرآن کریم رو بیاره و غیر از این وظیفه دیگری نداره. همه اینها اعمالی هست که انسان رو از دایره اسلام خارج میکنه. چطور از دایره اسلام خارج میکنه؟ این نیست که شخصی اومد و یک عملی رو انجام داد، نماز نخواند، من شما یک کسی دیگه بگیم آه خلاص این کافر شد، گردن اینو بزنید، بندازید زندان، مالش رو به تاراج ببرید. نه، ما ضوابط داریم، شرایط داریم که علمای اسلام طبق احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و آیات قرآن کریم این شرایط رو و ضوابط رو تعیین کردن. به طور مثال وجود داشتن دلیل صریحی از قرآن کریم بر کفر کسی، وجود شرایط و برطرف شدن موانع، این خیلی مهم است. کسی از روی علم یک عملی رو انجام بده، جهل نباشه، این حکمش فرق میکنه با کسی که از روی جهل انجام بده. درست. مثلا من کلیپ رو از کسی دیدم واقعا یعنی از روی جهل این حرف رو میزد. مثلا این آیات قرآن که این یکی از علما گفته که نمیدونم سلیمان اومد و نمیدونم صداشو مورچه‌ها شنیدن و فلان. خب این طرف اینو داشت انکار میکرد، از روی جهل بود. و اگر آیه قرآن خونده بشه و باز هم این شخص بیاد و این رو انکار بکنه، در اون صورت در کفر این هیچ شکی نیست. پس ما کسی رو که از روی جهالت یک کاری رو انجام داده نمیتونیم بگیم که این شخص کافر است. به صورت اشتباه یک عملی رو انجام داده باشه، عمدی نباشه، یا اینکه مجبور شده باشه، مثل عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنهما وقتی پدر و مادرش رو به شهادت رسوندن، خودش هم داشتن شکنجه میکردن، آخر سبب شد که به الله و رسول دشنام بده زیر شکنجه، اما قلبش مطمئن بود. الله سبحانه و تعالی این در این مورد آیاتی در قرآن کریم نازل کرده که کسی که عملی رو انجام میده و قلبش مطمئن هست بالایمان، این شخص ما نمیتونیم بگیم کافر شده. وقتی که عمار رو آوردن گفتن یا رسول الله این کفر رو گفته، گفتن که بهش اشاره کردن، فرمودن که قلب چی میگه؟ وقتی که اقرار بر این کرده قلبش مطمئن هست، قلبش ایمان داره به الله و به رسول و زیر شکنجه و عذاب مشرکین این حرفا رو زده، این انسان ما نمیتونیم تکفیر بکنیم. یک مسلمانی رو میبرن کفار شکنجه میکنن، عذاب میدن، مجبور میشه که مثلا توهین بکنه به مقدسات اسلام، حتی مثلا قرآن مجبور میکنن قرآن رو پاره بکنه، قرآن رو آتیش بزنه. این شخص مجبور است و در صورتی که مجبور است ما نمیتونیم به خاطر این عمل این شخص رو کافر بینیم. پس گفتیم که عدم آگاهی و جهالت و همچنین نرسیدن حجت به شخصی. در برنامه گذاشتن بله ما به این اشاره کردیم که ما نمیتونیم عموم مردم رو تکفیر بکنیم، عموم شیعیان رو تکفیر بکنیم به خاطر اینکه مثلا فلان اعتقاد رو به ارث بردن از پدر و مادر یا از زبان آخوندها شنیدن و به اون عمل میکنن، تا وقتی که اتمام حجت بشه، پیام توحید یکتاپرستی به آنها رسانده بشه، در اون صورت اگر انکار کردن حکمشون حکم کسانی است که آیات قرآن کریم تکفیر اونها رو صراحتاً بیان کرده. این خلاصه بود از برنامه. ممنون سپاس جناب استاد از خلاصه هفته گذشته. یک شعری از آقای خاقانی بخونم، شاعر معروف، به نظر من جالب باشه. این رافضیان که امت شیطانند، این رافضیان که امت شیطانند، بی دینانند و سخت بی ایمانند.
از بس که خطا فهم و غلط پیمانند خاقانی را خارجی میدانند. یعنی آقای خاقانی هم با اینها مشکل داشته که حتی به خاقانی میگفتن از خوارج اون زمانه. خب این روزها در شهر قم کنگره بین‌المللی با عنوان جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام که کدوم علمای اسلام باشه نمیدونم ظاهرا برگزار شده و این کنگره داره به حساب بحث تکفیر رو کل به وهابیت به زعم خودشون نسبت میدن که یعنی جریان‌های تکفیری همش به وهابیت بستگی داره و هر کس تکفیر میشه از طرف وهابیت، هیچ کس دیگر رو تکفیر نمیکنه. میخواستم بدونم که چرا این کنگره ها را امروزه و خصوصا از روز چهارشنبه فکر کنم شروع شده، اون هم با اشراف و نظارت آقای مکارم شیرازی و مدیریت علمی آقای سبحانی، دو مرجع تقلید فعلا ولی فقیه. چرا این کنگره را در این روزها برگزار کردن؟ من یاد شعری از پروین اعتصامی افتادم که میگه به کنج مطبخ تاریک تابه گفت بدی که از ملال نمردی چه خیره سر بودی. یعنی اینا که خودشون تکفیری هستن، درست، علی اللهی هستن، دشمنان وحدت بین امت اسلامی هستن، اینا بیان یک همایش یا کنگره رو تشکیل بدن که در اونجا در مورد تکفیر صحبت بکنن، واقعا خنده‌دار است. در عربی هم مثل جالبی است، میگن که رمتنی بدایه و انسلت، یعنی فلانی اون مرضش رو به طرف من انداخت و خودش فرار کرد. اینا همون تکفیری رو که در وجود تک تک این آخوندا هست و این تکفیر رو از امثال کلینی و مجلسی و مفید و هلی و غیره به ارث بردن و امروز چون چهره کثیف اینها توسط شبکه‌های توحیدی، توسط علمای بزرگوار اهل سنت معرفی شده به مردم، دارن با این اعمالشون، با این کنگره، با این همایشات دست و پا میزنن که بگن که آقا نه ما تکفیری نیستیم، تکفیری کسان دیگری هستن. درست. در حالی که اصل تکفیر، البته اون تکفیری که بدون ضوابط و شرایط، درست، اون تکفیری که تکفیر قرآنی نیست، تکفیر نبوی نیست، پیامبر صلی الله علیه و آله سلم یا الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در این مورد آیه یا حدیثی نازل نشده و پیامبر صلی الله علیه و چیزی نفرمودن. اینها بر اساس هوا و هوسشون هر کی رو دوست نداشتن تکفیر میکنن. درست. اینها در این زمان حساس که جهان اسلام درگیر است هم با جریان‌های تندرو، چه شیعه چه سنی، و از یک طرف دسیسه های جهان غرب و در رأس آن آمریکای جنایتکار که به نام همین تکفیری و وهابی و به اصطلاح گروه‌های تندرو دارن از یک طرف همه اسلام رو مورد هجمه و حمله قرار میدن و اونا از نگاه نظامی دارن این کارا رو انجام میده. برادرانشون که همین روافض باشن، همین آیت الله های قم و مشهد باشن که همیشه ما کلیپاشون رو پخش کردیم که اعتراف خودشون میگن که ما در اشغال افغانستان و در اشغال عراق دست داشتیم و اگر ما نمی بودیم، اگر مراجع شیعه نمی بودن، هرگز کابل و بغداد سقوط نمی کرد. اونا از اون طرف دارن از نگاه نظامی دارن اسلام رو مورد حمله قرار میدن. اینا هم به خاطر دقیقاً همون کاری که به اصطلاح بلعم باورا میکرد در دربار فرعون، میومد اینجا توجیه میکرد ظلم و ستم فرعون رو برای مردم که حالا خدا به فرعون داده به شما نداده، شما ساکت باشید، یا میومد شکل مذهبی میداد به اعمال فرعون. دقیقاً امروز آخوندهای رافضی به خاطر مصالحشون دارند همون حملات آمریکا و صلیبی ها رو، همین صلیبی های جدید رو علیه جهان اسلام رنگ و بوی مذهبی بهش میدن با این کنفرانس ها، با این اعمالی که انجام میدن. و در طول تاریخ هم چه از زمان عبیدی ها، قرمطی ها، فاطمی ها، شیعیانی که در بعضی از نقاط عالم اسلامی به قدرت رسیدن، همیشه تاریخ رو شما بخوانید، همیشه وقتی که مسلمان ها درگیر بودن با صلیبیا، اینها از پشت به مسلمان ها خنجر زدن. حتی با اجداد آقای آخوندان ایران صفوی. دقیقاً. و موقعی که مسلمان ها، صلاح الدین ایوبی مثلا، حکومت ایوبی، صلاح الدین ایوبی کسی بود که بیت المقدس رو
از دست صلیبی ها آزاد کرد. وقتی که همین روافض حاکم شدن در بیت المقدس رو اینا از دست اهل سنت گرفتن، چیکار کردن؟ بیت المقدس رو تسلیم کردن به صلیبی‌ها. حالا شاید اینطوری نیومده باشن بگن که آقا بفرمایید این مال شما، اما طوری یعنی برنامه ریزی کردن که بیت المقدس سقوط بکنه به دست اونها. موقعی که صلاح الدین ایوبی اومد بیت المقدس رو آزاد کرد از دست صلیبی‌ها، بعد از مدت طولانی همین ها دوباره نامه نوشتن، همین عبیدی ها، همین روافضی که بودن در این منطقه نامه نوشتن به صلیبی‌ها، اونا رو دعوت کردن و تشویق کردن برای اشغال دوباره بیت المقدس. ما می‌بینیم در طول تاریخ همین به اصطلاح حرکت حشاشی ها که در بین به اصطلاح فرقه‌های منتسب به اسلام به نام حشاشیون که معروف هستن، فرقه اسماعیلی بودن که در کوههای ایران سکونت داشتن، قلعه علموت که معروف هست. اینها در کشتن علما، ملوک، پادشاهان و مجاهدینی که بر علیه صلیبی‌ها می‌جنگیدن میومدن فقط اونا رو ترور می‌کردن و میرفتن. در طول تاریخ اینا همیشه دستشون در دست یهود و نصارا بوده. هر موقعی که صلیبی ها حمله کردن به کشورهای اسلامی، اینا با اونا همکاری کردن. و همون چالنجی که ما بارها دادیم و بازم تکرار میکنیم که بیاد شیعیان بگن که یک وجب از خاک اسلامی رو فتح کرده باشن، یک وجب از خاک‌های اسلامی رو، سرزمین‌های اسلامی رو شیعیان در طول تاریخ از دشمنان اسلام پس گرفته باشن. اما ما هزاران دلیل داریم که هر موقعی که مسلمان‌ها درگیر می‌شدن با کفار، اینا از پشت سر حمله می‌کردن به مسلمان‌ها. آخرین نمونه‌ای که خدمتتون عرض بکنم صفوی‌ها در ایران، هر موقعی که دولت خلافت عثمانی درگیر می‌شد با کفار، با صلیبی‌ها در پرتغال، در قبرس، در این مناطق، اینا چیکار میکردن؟ از این طرف از مرز آذربایجان حمله میکردن به طرف ترکیه یا همون سرزمین‌های خلافت اسلامی، تا اینکه یعنی مشغول بشه دولت اسلامی به جنگ‌های داخلی و از اون طرف این پیشروی‌ها و فتوحاتی که در سرزمین‌های به اصطلاح نصارا و کفار جریان داشت اینا متوقف بشه. و در خیلی از موارد موفق شدن. درست. حتی هم حجت الاسلام و المسلمین آقای نصیر طوسی، بله، قضیه بغداد، بله، قضیه شهری که بیش از 100,000 محافظ داره، نیرو داره، خواجه نصیرالدین طوسی و ابن القمی که اینها در دربار خلفای عباسی نفوذ کرده بودن. و یک نمونهش رو من در هفته گذشته نشون دادم که سقف رو خراب کرده بود بر زندانیان اهل سنت از وزرای عباسی و دچار عذاب وجدان شده بود و پیام فرستاده بود به امام موسی کاظم که من این کارو کردم چیکار بکنم. علی کل حال در سقوط خلافت عباسی هم اینا دست داشتن. درست. طوری تنظیم کرد که بیش از 100,000 محافظ یا سرباز در بغداد بود. همین شخص اینا رو به حدود 10,000 نفر کاهش داد. زمانی که مغول ها حمله کردن به بغداد، در بغداد بیش از یعنی کمتر از 10,000 نفر نیرو وجود داشت. در مقابل سیل خروشان مغول‌های وحشی طوری برنامه ریزی کرده بود که این تعداد اندکی نیرو وجود داشته باشه در بغداد تا اینا به راحتی بتونن بغداد رو بگیرن. بعد از سقوط خلافت عباسی هم، بعد از سقوط این خلافت اسلامی، اینا اومدن در دربار همین مغول‌های وحشی و خونخوار اومدن به عنوان وزیر و مشاور کار کردن. دقیقاً این قانون و رسم و منش صفویت، یا بگیم به تعبیر بهتر شیعه است که یا رافضی بهتر، چون شیعیان هم رو شامل میشه و رافضی اونها که واقعا دیگه فرقه اصلی تکفیر هستن. حالا یک نکته رو من فراموش کردم در مورد صحبت بکنم. خنده‌دارتر از همه این مسائل اینه که در رأس این کنگره یا این همایش آقای ناصر مکارم شیرازی است. درست. مؤسس و صاحب امتیاز شبکه زلالت، شبکه تفرقه افکنی که از وقتی که تأسیس شده تا امروز غیر از تفرقه و اختلاف در بین مسلمان ها کاری نداشته. گاهی شیعیان رو بر علیه مولانا عبدالحمید میشورانند، گاهی بر علیه مولانا گرگیج میشورانند، گاهی فلانی وهابی است، فلانی سلفی است، فلانی نمیدونم تندرو هست، فلانی کندرو هست. یعنی اعمالی که اینا انجام دادن فقط در همین 4-5 سال اخیر، ناصر مکارم شیرازی و این نوچاش مثل چوپان دروگو، آیت الله قزوینی و غیره،
اعمالی رو که اینا انجام دادن آیا در راستای وحدت امت اسلامی بوده، یکدلی امت اسلامی بوده، یا در راستای تفرقه بوده؟ شیعیان مخالف ما، شیعیان متعصب اما عادل، منصف، آیا اعمالی که شبکه ضلالت انجام میده و ناصر مکارم شیرازی انجام میده در راستای وحدت بین مسلمان هاست یا در راستای اختلاف افکاری؟ اگر این شخص نمی بود آیا شبکه‌های اهل سنت با این تندی برخورد میکردن با مخالفین خودشون؟ درست. اولین کسی که شروع کرد همین به اصطلاح مرید مکارم شیرازی، زیر نظر مکارم شیرازی، قزوینی بود که در شبکه سلام بعد از اون در شبکه‌های دیگر اومد ظاهر شد و اخیراً شبکه ضلالت رو راه اندازی کردن. و شخصیت دیگری که خیلی خنده داره این آیت الله جعفر سبحانی. یعنی شما، من دیگه چیز دیگه نمیخوام از بینندگان عزیز، برن مؤلفات ناصر سبحانی رو ببینن، جعفر سبحانی رو ببینن، برن کتاب‌هایی رو که این شخص نوشته ببینن چند کتاب رو این در راستای وحدت بین امت اسلامی نوشته. حالا این خودش 10 برنامه میخواد که ما دروغ‌های این رو، کفریاتش رو، شرکیاتش رو، تلبیس‌ها و خیاناتی که کرده در کتاب‌هاش بر علیه اهل سنت ما جمع کنیم. اونم به نام چی؟ به نام وهابیت. فتنه ای رو که قضیه شهادت فاطمه زهرا رو به پا کرد، مطلبی بود که همین آقای سبحانی نوشت، علما اهل سنت در زاهدان بهش پاسخ دادن و همین قضیه سبب شد که درگیری بین شیعه و سنی رخ بده در زاهدان. چقدر برادران و خواهران بیگناه شیعه و سنی کشته بشن در این درگیری‌ها، در این فتنه هایی که همین سبحانی این رو برپا کرده. و امروز همین سبحانی و مکارم شیرازی تکفیری درست و علی اللهی و فتنه انگیز و دشمن وحدت اسلامی، اینا اومدن همایشی تشکیل دادن، کنگره‌ای تشکیل دادن که در مورد به اصطلاح جریانات تکفیری از دیدگاه علما اسلام. دقیقاً نمیدونم که علمای اسلامی که در این کنگره شرکت میکنن چه کسانی هستن. از طبعا همون کسانی هستن که در شبکه‌هاشون میارن به اسم به اصطلاح اهل سنت اونا رو میخوان معرفی. درست. که حقوق بگیرای خودشون. درست. دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر میان برنامه آماده دارن، یک میان برنامه با هم میریم و بعد به ادامه مبحث و همچنین سوالاتی که از جناب استاد بود بپرسم و همچنین با ایشون همراهی کنم. تکفیر بعضی از علمای شیعه توسط آیت الله قزوینی. گفتیم آقا اگر کسی به عایشه نسبت فحشا بدهد توهینی به شخص پیغمبره و این خودش ارتداد آوره. یعنی کسی به ناموس پیغمبر نسبت زنا بدهد به پیغمبر توهین کرده، خود همین ارتداد آوره. بله جناب آیت الله، شما کاملا درست فرمودید. هر کسی به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها نسبت فحشا بدهد مرتد است. حال به بعضی از مراجع شیعه سر میزنیم تا ببینیم که عده‌ای از علمای رافضی مرتکب چه توهین‌ها و زبان درازی‌هایی نسبت به ناموس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شدند. 1. علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر القمی جلد 2 صفحه 377 ضمن تفسیر آیه 10 سوره تحریم چنین میگوید: والله ما عنا بقوله فخانتاهما الا الفاحشه ولا يقيمن الحد على فلانه فيما اتت في طريق وكان فلان يحبها. قسم به خدا مراد الله متعال از فخانتاهما جز فاحشه چیزی نیست و مهدی که بیاید حد را بر فلانه یعنی عایشه اجرا می کند، به خاطر آنچه که در راه یعنی راه بصره مرتکب شده بود و فلان یعنی طلحه عایشه را دوست داشت. 2. کلینی در الکافی جلد 2 صفحه 555 به دروغ از ابو جعفر باقر روایت می کند که زراره در مورد ازدواج و خیانت زنان و ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم با عایشه رضی الله عنها و آیه سوره تحریم از ایشان پرسید. در جواب فرمودند: ما ترى من الخيانة في قول الله عز وجل فخانتاهما ما يعني بذلك الا الفاحشه. نظر تو در مورد خیانتی که در فرموده الله عزوجل آمده است فخانتاهما چیست؟ مراد آن جز فاحشه چیز دیگری نیست. پس طبق فتوای آیت الله قزوینی، آقای قمی صاحب تفسیر قمی و آقای کلینی صاحب اصول کافی و همکیشان آنان که به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها تهمت میزنند کافر و مرتد هستند.
قزوینی روایات تفسیر قمی را تایید می کند. روایتی را مرحوم قمی در تفسیرش که آیت الله الزماخویی میگه تمام روایات تفسیر قمی 100% صحیحه و راویانش هم ثقه هستند. قزوینی تفسیر قمی را رد می کند. اولا بر اینکه در تفسیر قمی روایتی آمده، روایت صحیح نیست، یه بحث دیگریه که ما خودمونم بارها رسما گفتیم ما تفسیر قمی را تمام روایاتش رو قبول نداریم. تمام روایات تفسیر قمی 100% صحیحه و راویانش هم ثقه هستند که ما خودمونم بارها رسما گفتیم ما تفسیر قمی را تمام روایاتش رو قبول نداریم. تمام روایات تفسیر قمی 100% صحیحه و راویانش هم ثقه هستند که ما خودمونم بارها رسما گفتیم ما تفسیر قمی را تمام روایاتش رو قبول نداریم. چه توجیهی شما دارید میکنید؟ چه کار وقیحیه؟ این لکه ننگ در تاریخ شبکه شما، در تاریخ زندگی شما آقای محترم میماند. این رو مردم میشنون، حتی سنی ها وقتی این رو میشنون با تمام توان لعن بر شما میفرستن. بابا تو راست میگی، بر پدر و جد اجداد دروغگو لعنت. با سلام مجدد به همه بینندگان عزیز و گرامیان محترم. واقعا متخصص علم رجال قشنگ میگه، در این طرف میگه تمام روایت قمی صحیحه و در طرف دیگه میگه که ما تمام روایت قمی رو تصحیح نمیدونیم و نمیگیم که صحیح است. خب فردا اینا میگه که میشه از مراجع تقلید با دروغاش فکر کنم به 500 تا دروغ یا برسه که بشه مرجع تقلید. فکر کنم دقیقاً نزدیک شاید 2-3 سال دیگه بشه یک از مراجع تقلید جهان تشیع. خب جناب استاد در رابطه با کنگره که چرا امروز کنگره رو تشکیل دادن شما اشاره فرمودین و الان بحث اینی که فکر کنم جای این سوالی که ازم بپرسم چرا اهل سنت و علمای اهل سنت توسط شیعه تکفیر میشن؟ علتش چیست؟ بله ببینید ما بارها در برنامه‌های مختلف خدمت بینندگان عزیز و گرامی عرض کردیم که یکی از اهداف ابن سبع یهودی وقتی که اومد قضیه محبت اهل بیت رو مطرح کرد و با پوشیدن این نقاب میخواست به اسلام ضربه بزنه، تحریف دین است. روایات آوردن که قرآن تحریف شده است، روایات آوردن که حتی شخصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو زیر سوال بردن که بعضی از فرقای شیعه حتی به این اعتقاد هستن که اصلا پیامبر علی میخواست بشه. ما سند اینو داریم اگر که بخوان نشون بدیم، اما موضوع برنامه نیست که ما در مورد توهین هایی که علمای شیعه به پیامبر صلی الله علیه و سلم کردن، فرقی به نام فرقه غرابیه وجود داره که شما در کتاب فرق شیعه میتونید به این مطلب مراجعه بکنید که اعتقاد داشتن که شباهت پیامبر صلی الله علیه و سلم به شباهت سیدنا علی رضی الله عنه مثل شباهت دو تا کلاغ با هم بود. به خاطر همین جبرئیل اشتباه کرد و وحی رو به جای اینکه به علی ببره برد به پیامبر صلی الله علیه و سلم. در مورد قضیه پیامبر این تحریف رو کردن در دین. قرآن رو که گفتیم که در این شکی نداشته باشید که روافض و علمای شیعه قائل به تحریف قرآن هستند و قائل به این هستند که این کتاب و این قرآنی که در نزد اهل سنت وجود داره اون قرآن اصلی نیست که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده. نماز رو، اذان رو، زکات رو، خمس رو، روزه رو، خلاصه شما در امور دین و شریعت هیچ چیزی رو پیدا نمی کنید الا که
روافض تحریفش کردن. اگر قضیه وضو باشه، ببینید پا رو نمیشورن، نمیدونم در هر کاری باید مخالفت با اهل سنت بکنن. دست شستن که ما از بالا میشونیم اینا برعکس. حالا این خیلی مسئله ساده ای هست. نماز 5 وقت رو در 3 وقت میخونن، زکات رو جاشو دادن به خمس و حج رو شرکیات و کفریاتی که انجام میدن و بدعتایی که در حج به وجود آوردن که دیگه بر کسی پوشیده نیست. در هر قسمتی ولو مسائل ساده‌ای مثل شستن دست که در وضو شما اشاره فرمودید، در همه این مسائل دین رو تحریف کردن. قضیه مهدی، پیامبر صلی الله علیه و سلم روزی نشسته بودن فرمودن که در آخر زمان شخصی میاد دنیا رو پر از عدل و داد میکنه در هنگامی که پر از ظلم و جور شده باشه. اسمش اسم من هست، اسم پدرش اسم پدر من. آمنا سلمنا، این روایت وجود داره. همین روایت رو گرفتن، انقدر به این دروغ و تلبیس و شاخ و برگ بهش دادن که ازش یک غول جنایتکاری مثل امام زمان درست کردن. دقیقاً. که میاد غیر از کشتن شکم زنان حامله رو پاره میکنه، مسجد الحرام و مسجد النبی رو خراب میکنه، حضرت عایشه و عمر و ابوبکر از قبر زنده میکنه، به صلیب میکشه، اینا رو شلاق میزنه، جسدشون رو با آتش میکشه. از اون مهدی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با اون اوصاف نیکو در حدیث شریف ذکر کردن، از این یک غول جنایتکار ساختن. یک شارونه، فکر کنم شارون هم مهدی شیعه بود. بله. همینطور یکی از اصطلاحات دین مبین اسلام رو که تحریف کردن قضیه نواسب بود. درست. نواسب در دین اسلام اطلاق میشد به کسانی که با اهل بیت پیامبر و با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه دشمنی داشتن. اصلا دشمنی با اهل بیت قبل از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه وجود نداشت. درست. بعد از قضیه حکمیت و صلحی که بین معاویه و علی رخ داد در جنگ صفین، عده‌ای اومدن اینجا قضیه به اصطلاح تکفیر صحابه رو مطرح کردن و اون گروه که به اسم خوارج به اصطلاح معروف بود. گروه دیگری در لشکر معاویه قرار داشتن که طبعا در جنگ دیگه نقل و نبات پخش نمی‌کنن، باید دشمنی وجود داشته باشه، باید با هم دیگه بجنگن تا هم دیگه رو بکشن تا کسی یعنی از کسی بدش نیاد که نمیاد اونو بکشه. برخلاف آنچه که در درون صحابه وجود داشت، اگر با هم جنگیدن، اگر با هم درگیر شدن، اگر یعنی همدیگر رو حتی کشتن، اما هیچ وقت همدیگر رو تکفیر نکردن و همدیگر رو به نیکی یاد میکردن. زمانی که اوج درگیری بین معاویه و علی هست، پادشاه روم میخواد از فرصت استفاده کنه، از آب گلالود ماهی بگیره، نامه مینویسه به معاویه که شنیدم که با علی درگیر شدی، اگر اجازه میدی من با نیروهای خودم بیام در کنار تو و با علی بجنگم، علی رو شکست بدیم. میخواد از فرصت استفاده کنه، فکر میکنه که جنگ علی با معاویه جنگ بر اساس عقیده است، هم دیگر رو تکفیر میکنن از هم. سیدنا معاویه رضی الله عنه در جواب نامه پادشاه روم چی مینویسه؟ میگه دو برادر با هم دیگه اختلاف پیدا کردن، تو چه کار هستی که در بین ما چیکار میکنی؟ مداخله میکنی. اگر از این فضولی ها دست بر نداری، امر میکنم که لشکری به طرفت بره که سر لشکر پیش تو باشه و ته لشکر در شام به اصطلاح، و سر تو رو ببرن و هدیه بفرستن برای علی. یا ببینیم در جنگ جمل و در جنگ صفین صحابه با هم دیگه درست است که درگیر بودن، اما وقتی که جنگ جمل تمام میشه، سیدنا علی رضی الله عنه با سیدنا ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها چگونه برخورد میکنه؟ آیا مثل شیعیان بهش فحش میده؟ آیا مثل شیعیان بهش توهین میکنه؟ آیا مثل شیعیان میزندش، زندان میندازه؟ اگر امروز خدای نکرده امثال حضرت عایشه و صحابه پیامبر به دست شیعیان رافضی بیفته، خدا میدونه چه بلایی به سر اونا بیارن. اما امیر مومنان علی ابن ابی طالب، این مومن شجاع واقعی، میاد ام المؤمنین عایشه میاد پیشش میگه که ای مادر، من خیلی ناراحتم از این چیزی که بین ما اتفاق افتاده، ای کاش قبل از این مرده بودم و این روزها رو نمیدیدم. و با عزت و با اکرام ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها رو میفرسته به مدینه. در جنگ صفین درگیر میشن با هم دیگه، معاویه و علی میان عده‌ای مثل همین روافضی که همیشه در کنار اهل بیت بودن و با پوشیدن نقاب محبت اهل بیت ضربه زدن به اسلام و به اهل بیت، اومدن گفتن که آیا ما اینا رو تکفیر بکنیم؟
آیا به اینا فحش بدیم، به اینا لعن بفرستیم؟ حضرت علی رضی الله عنه چی میگن؟ میگن که برادران ما هستن که بر علیه ما بغاوت کردن. خوارج در نهروان با سیدنا علی رضی الله عنه درگیر میشن. کسانی که علی رو کافر میدونستن، خوارج از شیعیان علی بودن که بعد از قضیه حکمیت و صلح بین معاویه و علی گفتن که خب علی اینجا اومده قضیه حکمیت رو قبول کرده، لا حکم الا لله، حکم فقط الله است، حکم فقط حکم الله است، پس علی غیر از الله کسی دیگری رو به عنوان حکم قرار داده، پس علی کافر است. معاویه هم که اینو قبول کرده اونم کافر است. پس اینا دو تا کافر هستن، کشتن اینا واجب است، مال اینا حلال است، اینا خونشان حلال است، بعد خون اینا ریخته بشه. اینایی که با علی این گونه برخورد میکردن وقتی که میان از علی میپرسن که آیا ما هم اینا رو تکفیر بکنیم چون ما رو تکفیر میکنن، همون قول مشهورش رو میگه اخواننا بغوا علینا، برادران ما هستن که بر علیه ما بغاوت کردن. اینا ادعا میکنن که به اصطلاح با این تکفیرشون یک عمل نیک، یک عبادتی رو انجام دادن. حتی همون ابن ملجم لعنت الله علیه وقتی که سیدنا علی رضی الله عنه رو به شهادت رسان، تصور این خارجی خبیث و این انسان ظالم و شقی این بود که کشتن علی اجر و ثواب داره براش. خوارج کسانی بودن که کشتن امثال علی رو اجر و ثواب میدونستن. در اینجا عده‌ای پیدا شدن خاصا در مناطق شام که با اهل بیت پیامبر که در رأسشون در اون زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بود به اصطلاح اظهار بغض و عداوت میکردن. و ما در تاریخ داریم که در بعضی از دوره ها هم به اهل بیت پیامبر و به خاصم به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه توهین میشد و اینا از خودشون اشخاصی داشتن که این اعمال خودشون رو توجیه میکردن، همونطوری که خوارج تکفیر صحابه رو توجیه میکردن. دلایل از قرآن داشتن، دلایل از کلام الله سبحانه و تعالی داشتن برای اثبات کفر معاویه و علی و بقیه صحابه. اون قضیه صحابی معروفی که در راه با همسرش داشت میرفت به طرف مکه، همین خوارج میان صحابی رو میکشن، گردنش رو میبرن و شکم زن حاملش رو پاره میکنن و سر جنینش رو میبرن. دقیقاً همون افراطی که هم در جبهه خوارج وجود داشت، هم در جبهه به اصطلاح نواصب وجود داشت و هم در جبهه روافض وجود داشت که تا امروز هم این جریان ادامه داره. اینا اومدن همین قضیه نواصب رو بهانه‌ای قرار دادن برای تکفیر کی؟ اهل سنت. تکفیر عموم اهل سنت، علمای اهل سنت، رؤسای مذاهب اهل سنت. اما اون گفتیم که این قضیه در اسلام وجود داره، این اصطلاح ناسبی. علما در این مورد حرفای زیاده که من بعضیاشو اینجا یادداشت کردم خدمتتون بیان میکنم. منتها اینا از همین اصطلاح شرعی اومدن سوء استفاده کردن برای چی؟ برای ضربه زدن به اسلام و تکفیر عموم مسلمان ها و اکثریت مسلمان ها. نواصب، تعریف ناسبی در نزد ما این است کسانی که بغض علی رضی الله تعالی عنه رو داشته باشند و مراتب این بغض هم متفاوت است. این رو در شرح واسطیه در جلد 2 صفحه 282 شیخ ابن عثیمین رحمت الله علیه در مورد می‌فرمایند که نواصب کسانی هستند که دشمنی اهل بیت رو داشتن و اونا رو بدگویی می‌کردن، به اونها دشنام می‌دادن. اونا برخلاف روافض بودن که ادعای چی می‌کردن؟ ادعای محبت اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو داشتن. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه که همین روافض ادعا میکنن مانند مکارم شیرازی و سبحانی و غیره که ابن تیمیه ناسبی است. ببینید که ایشون چی میگه در جلد 3 صفحه 153 در عقیده واسطیه. در اینجا میگه که اهل سنت کسانی هستند که اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو دوست دارن و با آنها موالات می‌ورزن و وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد آنها را قبول دارن و با آن عمل میکنن. از دشمنان آنها بیزار هستند و همچنین از روافض که اصحاب پیامبر رو به اصطلاح بغضشون رو در دل دارن، از اینها هم اعلان بیزاری میکنن. میخواد تعریف به اصطلاح عقیده اهل سنت رو بکنه. و همچنین اهل سنت از راه و روش نواصب که اذیت کردن اهل بیت پیامبر رو به عملشان، یعنی با عملا درگیر شدن با اونها یا با حرفشون
یا در مورد اون به اصطلاح دعوایی که بین صحابه رخ داده بود و بین اهل بیت در مورد اون صحبت کردن و مرتبه رسوندن که به اصطلاح این رو به درجه کفر رسوندن. اهل سنت در همه این مسائل اون راه وسط و اعتدال رو اختیار کردن. از روافض بیزارن، از نواصب بیزارن، اهل بیت پیامبر رو دوست دارن. با کسانی که اهل بیت پیامبر رو دوست داشته باشن دوستی واقعی با اونا موالات دارن و با کسانی که چه با اونها بغض می‌ورزن و چه در مورد اهل بیت از راه تفرید و افراد استفاده کردن، از هر دو اینها اعلان براءت و بیزاری میکنن. این عقیده اهل سنت است. و در منهاج السنه جلد 7 صفحه 339 شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه میفرمایند که نواصب کسانی هستند که با اهل بیت دشمنی داشتن، خاصتا با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به ایشان دشنام میدادند و حتی اطلاق صفات فسق و کفر رو به سیدنا علی رضی الله تعالی عنه دادند. در منهاج السنه جلد 7 صفحه 339 هم در قضیه نواصب تعریف نواصب همین مطلب اومده و از جمله نواصب یکی از فرقه های خوارج هم هستن. این رو شیخ الاسلام ابن تیمیه در منهاج السنه میگه که اینها هم در ضمن اینکه تکفیر میکردن بغض علی رو هم داشتن، بغض اهل بیت علی رو داشتن، یعنی هم خارجی بودن و هم ناصبی بودن. و همچنین در مورد انواع یعنی نواصب این هم خیلی مهم هست که آیا ناصبی ها رو ما میتونیم بگیم که اینها کافر هستن، فاسق هستن، اصلا مسلمان هستن یا نیستن؟ درست. در این مورد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در این مورد میفرمایند که اگر که قضیه این بغض و عداوتی که با صحابه یا با اهل بیت در هر دو صورت به خاطر امور دنیا باشه، در اینجا قضیه کفر مطرح نمیشه. کسانی بودن که در لشکر شام هم بودن، علی رو به خاطر اینکه داماد پیامبر هست، علی رو به خاطر اینکه صحابی است، علی رو به خاطر اینکه یکی از قهرمانان اسلام هست، علی رو به خاطر اینکه کاتب وحی هست، کاتب قرآن در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، به خاطر اینکه اولین جوانی بود که مسلمان شد، بد نمیدیدن. همه این صفات و فضائل رو برای علی قبول داشتن، اما میگفتن آقا این شخص شایسته امارت و خلافت نیست به خاطر این اشتباهاتی که انجام داده. این اعتقاد اوناست. این شخص وارد کفر و نفاق نمیشه، چون این بغضی که نسبت به سیدنا علی رضی الله عنه به خاطر عقیده و به خاطر دین و به خاطر اسلام نبوده، به خاطر امور دنیا بوده. پس کسی که مسائل دنیایی نزدش مطرح باشه و بغض قلبی به خاطر ایمان و اسلام علی نداشته باشه، این شخص در کفر داخل نمیشه. عده‌ای از علما حتی همین شخص رو هم تکفیر کردن. و همچنین در مورد اصحاب دقیقاً همین تعریف رو ما در مورد اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داریم. این کسی بیاد در مورد اختلافاتی که در بین اینها اتفاق افتاده اینا رو دلیلی قرار بده برای تکفیر یکی از دو طرفین، یا طرف صحابه یا طرف اهل بیت، در این صورت هم علما ادعی میگن که این شخص که بغض بورزه به یکی از این دو طرف کافر است. حتی بعضی از علمای احناف میگن که این شخص کافر است، اما ادعی میگن نه، این به حد کفر نمیرسه، چون طرف به خاطر دین و به خاطر اسلام نبوده، به خاطر این نزاعات و درگیریایی که بین اینا رخ داده و عده زیادی از مسلمان ها کشته شدن، این طرف به اصطلاح از هر دو طرف بیزار بوده، چه از صحابه و چه از اهل بیت. عده هم گفتن که اینها رو ما میتونیم بهش بگیم که بغات هستن، باغی ها هستن، به اصطلاح نواصبی که دشمنی میزنن. و عده‌ای هم گفتن که اینها مانند کفار و مرتدین هستن، حکمشان حکم اوناست، باید کشته بشن، باید اسیر بشن و مالشون، جانشون، همه چیز مباح است. کسانی که دشمنی دارن با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، که این مطلب هم در جلد 28 صفحه 518 مجموع الفتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه مفصل در این مورد ذکر شدن. در اینجا یک مطلب دیگری هست که قضیه تکفیر که در اینجا مطرح میشه، تکفیر نواصب، آیا تکفیر اینا به معنای این است که جاودانه در آتش دوزخ میمانند یا خیر؟ این قضیه خیلی مهم هست. درست. چون نواصب و خوارج کسانی بودن که در جریان فرستادن ابن عباس به عنوان به اصطلاح سفیر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در بین خوارج، ابن عباس تعجب کرد وقتی اونجا وارد
به اصطلاح همون مناطق لشکرگاه خوارج شد، کسانی که با سیدنا علی در نهروان درگیر بودن، دید که از کنار هر خیمه عبور میکنه صدا تلاوت قرآن داره میاد. قرآن میخوندن، به قرآن بر اساس فهمی که داشتن عمل میکردن و این جنگ هایی رو که علیه صحابه و اهل بیت انجام میدادن فکر میکردن که اینا قربتا الی الله دارن این اعمال رو انجام میدن. در این مثلا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه از امام احمد دو روایت رو ذکر میکنه که یکی در مورد خوارجی که در حروریه بودن و روافض، کسانی که دشمنی با صحابه داشتن. حروریه به اون منطقه حرورا که خوارج در زمان سیدنا علی رضی الله عنه در اونجا تمرکز داشتن و از اونجا فرماندهی میشدن. در این مطلب روایت اول میگه که اینها کفاری هستند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم طبق احادیثی که فرمودن اینها از دین خارج هستند، یمرقون من الدین، اینا از دین خارج هستند و اینا کفار هستند و جاودان در آتش دوزخ میمونن به خاطر اعمالشون که همجنس اعمال کفار و کسانی است که دشمنان اسلام هست. و گروه دیگرم میگن که اینا عملشون عمل کفری هست، عملشون عمل کفار هست، اما خودشون به عینهی کافر نیستن و در مورد این هم حکم صریح نمیشه کرد که اینا جاودان در آتش دوزخ میمونن، که این مسئله اختلافی است بین علما که در مجموع فتاوا جلد 28 صفحه 500 اگر دوستان در کتب شیخ الاسلام ابن تیمیه این مطلب به شکل مفصل در اونجا ذکر شده. پس اعتقاد اهل سنت در مورد نواصب این است که کسانی بودند که دشمنی با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و با اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتن، که از همین اصطلاح نواصب شیعیان رافضی، علمای شیعه اومدن سوء استفاده کردن و همه اهل سنت رو بدون ضوابط، بدون قواعد تکفیر میکنن، که انشالله مدارکی است که در این مورد خدمت بینندگان انشالله عرضه خواهیم. خب جناب استاد واقعا به نکات جالب اشاره کردن. تکفیر کیفی شیعه که به هوا و هوس خودش هر کس رو بخواد بدون قاعده و قانون تکفیر میکنه و کافر میکنه. و به کلمه ناصبی هم در رابطه با ناصبی هم اشارات جالبی داشتیم، امیدوارم که برای بینندگان عزیز مفید باشه. دقیقاً شیعه یا بگیم به تعبیر بهتر روافض در هر زمان خواسته باشن دشمنشون رو بکوبونن به صورت یا تخریب شخصیت کنن، با کلماتی اونو تخریب میکنن. مثلا در زمانی بوده که نواصب بوده و امروز خیلی به افراد اندک شاید نواصب بگن، خصوصا به کارشناسان و افراد شبکه‌های توحیدی احتمال هست و خیلی هم زیاده که ناصبی بگن، اما به عموم اهل سنت میگن نه ما اهل سنت نمیگیم. و اونهای اهل سنت که داخل خود ایران اگر خواسته باشن کلامی بگن که به قول معروف طبق میل شیعه نباشه، اونو به نام وهابی یا سلفی خطاب میکنن و این هم یکی از تخریب شخصیت هایی است که در این زمان به دهن روافض افتاده. خب جناب استاد شما اشاره کردین که شیعه تمام اهل سنت را بلا استثناء نواصب میدونه و نواصب هم گفتین که اهل سنت تعریف کردن که کسانی هستن که دشمن اهل بیتن. خب الان میخوام این سوال ازتون بپرسم که آیا تمام اهل سنت که کافر هستن ائمه اربعه امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد بن حنبل هم در این تعریف نواصب از دیدگاه شیعه داخلن، یا حالا ما بگیریم زمان تابعین و تابع تابعین نه، صحابه نه، بعد از اون، یعنی در زمان شما بگین که شاید قرن هفتم هشتم یا بعد شیخ الاسلام ابن تیمیه از اون زمان آغاز شده، به ائمه اربعه هم نسب و نواصب اطلاق میشه یا خیر؟ ببینید از الف تا یا درست هر کی سنی هست، درست، غیر از شیعه هر کی که باشه مخالفین شیعه ناصبی هست، جاویدان در آتش دوزخ هست، کافر هست، درست، مرتد هست. این عقیده علمای شیعه است و نمیتونن از این عقیده فرار بکنن. اونایی که جرأت و شهامت و مردانگی داشتن درست، اومدن صراحتا در کتاباشون این مطالب رو ذکر کردن. شاید هم در کتاباشون ذکر کردن و نمیدونستن که این کتابو میمونه و دست این وهابیا و بقیه میفته و لفظ سنی رو ذکر کردن. خب میگم شاید این فکر نمیکردن که اینها به حساب کپی برداری میشه دست وهابیا میمونه. بله، ادعی که به همون تقیه یا که نفاق، اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. همین استهزایی که در قرآن ذکر شده درست
اذا لقوا الذين آمنوا، وقتی با مؤمنین روبرو شدن چی میگن؟ ما مسلمانیم، ما مؤمنیم. اذا خلوا الى شیاطینهم، با شما هستیم میگن. وقتی که با شیطاناشون در حوزه علمی قوم یک جا شدن میگن ما که میدونیم اینا همه کافرن، مرتدن، اما بیاید اینا رو مسخره بکنیم. درست. بیاید مسخره بکنیم. مسخره چطوریه؟ همایش جریانات تکفیری بگذاریم، هفته وحدت بگذاریم. اینا دقیقاً همون استهزایی هست که در قرآن کریم ذکر شده که منافقین صفتشون این است که پیش مسلمانان میان میگن که ما مثل شما مسلمانیم، مؤمنیم. وقتی که با شیاطینشون یک جا شدن، با اون آیت الله های بزرگشون یک جا شدن، میگن که ما که سر اینا داریم شیره میمالیم، اینا رو داریم فریب میدیم. نمیبینید هفته وحدت چقدر فریب میخورن، میان در این هفته وحدت ما شرکت میکنن، چقدر تصویر ذهنی جمهوری رافضی ایران در جهان اسلام خوب شده به خاطر همین کنگره ها و همایش هایی که برگزار میکنن. پس اینها همه اهل سنت رو بدون استثناء همه رو کافر میدونن و همه رو مستحق آتش جهنم میدونن و جاویدان در آتش دوزخ. این اعتقادشون هست. اگر موافق باشید من بعضی از مطالبی هست در اینجا نشون بدم. این کتاب رو دوستان عزیز اگر که بتونن نمایش بگذارن، این کتاب المحاسن النفسانیه فی اجوبة المسائل الخراسانیه او خراسانیه، شیخ حسین آل عصفور از علمای بزرگ شیعه هست. این در صفحه 147 این کتاب. ببینید این از جمله علمای شجاع شیعه هست که من خیلی خوشم میاد از علمای شیعه که اونایی که نفاق ندارن، درست، راحت میاد عقیدهشو بیان میکنه. مثل این کلیپشو که لحظاتی قبل دیدیم، یک جا موقعی که جای گیر میکنه در مقابل یکی از بینندگان اهل سنت میگه نه ما اصلا روایات تفسیر قمی رو قبول نداریم. همه رو قبول نداریم. جایی که میخواد به نفع خودش به یک مطلبی استناد بکنه میگه بله همه روایت های تفسیر قمی رو آیت الله خویی تصحیح کرده و گفته 100% ثقه هستن همه. خب آیت الله خویی هم جایگاه شده، یک زمانی توهین شده با آیت الله خویی، نزدیک بود که به اصطلاح خودش رو به دار بکشه در قم قزوینی به خاطر اینکه به مراجع توهین شده. خب این تناقضات در دین و مذهب اینا وجود داره. در صفحه 147 این کتاب دوستان عزیز اگر اینو نشون میدن، 147 میگه بل اخبارهم علیهم السلام، روایات و اخباری که از اهل بیت علیهم السلام رسیده، تنادی فریاد میزند به ان الناصب، که ناصب هو ما یقال له عندهم سنیا. درست. ناصبی کی است؟ ناصبی کسی است که در نزد آنها به سنی مشهوره، سنی مشهور است. پس سنی ناصبی هست. درست. ما تعریف نواصب رو در نزد اهل سنت خدمتتون بیان کردیم. حالا بیایید تعریف ناصبی رو از دیدگاه شیعه ببینیم. در اینجا در پاراگراف بعدی میگه ولا کلام، هیچ حرفی نیست، فی ان المراد بالناصبه هم اهل التسنن. میگه هیچ دیگه جای بگو مگو نیست، بحثی نیست که مراد از ناصبه کیا هستن؟ کسانی هستن که بهشون اهل تسنن گفته میشه. البته این کلمه تسنن هم خودش جای اشکال داره. تسنع مثل تسنع است که یعنی اینا اظهار تسنن میکنه، یعنی اتهام نفاق است. هر عالم شیعی رو دیدید که در صدا و سیما، در منابع، در هر جایی به شما گفت اهل تسنن، بهش اعتراض بکنید. این اتهام شما به نفاق هست. بلکه باید بگن اهل سنت. این اصطلاح است که این خبیث ها یعنی با خیلی زیرکی بعضی از اصطلاحات رو جا میندازن در بین ملت که یعنی کسی متوجه نشه هدفشونه. اهل تسنن یعنی اینا کسانی هستن که منافق هستن، اظهار به پیروی از سنت پیامبر میکنن. درست. بعد بگن اهل سنت، میگن اهل تسنن. این دقیقاً همون اصطلاح رو این آقای علمای شیعه به اصطلاح که گفتیم حسین آل عصفور هست از علمای شیعه در اینجا بیان میکنه که ولا کلام فی المراد ان المراد بالناصبه فی هم اهل تسنن. کسانی که اهل تسنن هستن اونها چی هستن؟ از جمله نواصب هستن. از همین کتاب در صفحه دیگر این کتاب دوستان اگر اینو نشون بدن، المحاسن النفسانیه از حسین آل عصفور، در اینجا میگه که یکی از علامت‌های نواصب رو
واقعا یعنی اگر این علامت نواسب باشه خیلی آدمای خوبی هستن نواسب، اگر این صفتشون باشه. میگه از علامات نواسب در صفحه 157 میگه که از علامات نواسب این است که متعه را تحریم میکنن. پس هر کسی که به این فاحشه‌گری یا به این زنایی که به اسم دین انجام میشه با مدرک اعتقاد نداشته باشه چی است؟ ناسبه. حتی از خود شیعیان که حتی بلکه اینکه شیعه باشه. پس شیعه‌ای که به متعه اعتقاد نداره، اون شیعیان با غیرت و غیوری که بر محارمشون غیرت می‌ورزند و از این فعل به اصطلاح بد متنفر هستند و حتی از ائمه اهل بیت کسانی که از این افعال متنفر بودن، اینا چی هستن؟ اینا ناصبی هستن. خب جناب استاد من یک سوال داشتم. شما بحث متعه رو آوردین و گفتین کسانی که متعه رو قبول نداشته باشن، این زنا با مدرک قبول نداشته باشن متعه هستن. حالا اگرچه مربوط به برنامه نمیشه، ولی من از آقای قزوینی و امثال آقای قزوینی، کسانی که مرجع یا به حساب آیت الله عظما و کبرا و بقیه هستن، میپرسم آیا افراد نزدیک خانوادهشون این فعل به تعبیر خودشون خوب را انجام دادن قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج؟ چون که کسی که متعه انجام نده واقعا دردناکه طبق روایات شیعه. آیا این فعل خوب رو به تعبیر خودشون انجام دادن یا خیر؟ امیدوارم که در برنامه هاشون در هر جا بشه جواب بدن که ببینن که واقعا اونها هم ناسبی هستن یا نیستن. حتی من خدمتتون عرض کردم که ائمه اهل بیت با یعنی بعضیاشون با یعنی روایاتی که ما داریم در کتب شیعه، درست، از امام جعفر صادق مثلا روایتی هست که اومد یکی از شیعیان ازش پرسید که نظر شما در مورد متعه چی است؟ گفت که لا تدنس نفسک بها، خودتو کثیف نکن، خودتو با این آلوده چیز نکن، کثیف نکن. یعنی همین متعه رو که این همه بهش شاخ و برگ دادن و این همه ازش تعریف و تمجید میکنن و تشویق میکنن، حتی ائمه اهل بیت هم از این فعل متنفر بودن. بر صورت این یکی از به اصطلاح نشانه های ناصبی بودن رو این میدونه که چی باشه؟ کسی تحریم متعه قائل باشه. تحریم متعه قائل باشه. خمینی که به اصطلاح میشه گفت که من چون مدارک که نشون میدم خلیطی است بین مدارکی که علمای سلف و خلف شیعه به اصطلاح بهش اعتقاد داشتن، تا کسی نگه خب این آل عصفور کیه، ما اصلا اینو نمیشناسیم، غلط کرده که این حرف رو زده. فکر کنم مال 200 تا 150 تا 200 بعد از علمای بحرین هست. باز بحرین تازه زیاد دور نیست. ما میاییم از علمای معاصرشون که خیلی هم قبول دارن اینا رو به عنوان امام امت و بنیانگذار جمهوری اسلامی، در کتاب تحریر الوسیله، دوستان عزیز اگر این صفحه رو نشون بدن که این چاپی که این مدارک رو من ازش گرفتم چاپ سفارت ایران در دمشق هست در سوریه، کتاب تحریر الوسیله، قائد الامه الاسلامیه مرجع الدین الاعلی الامام روح الله موسوی الخمینی. این شخص در این کتابش که این در سال 1998 در سوریه به زبان عربی چاپ شده، در اینجا در مورد نواسب مطلبی رو در این کتاب داره، درست، که من این صفحش رو خدمتتون نشون بدم. در مورد کسانی که اعتقاد دارن به قضیه اعتقاد ندارن به امامت، درست، غیر شیعیان، میگه در اینجا میگه که غیر الاثنا عشریه من فرق الشیعه اذا لم يظهر منهم نسب و معادات و سب لسائر الائمه الذين لا يعتقدون بامامتهم الطاهرين و اما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواسب. درست. خیلی مسئله نکته جالبی است. این در صفحه 108 این کتاب میگه که غیر اثنا عشری، حتی از فرقای شیعه، اگر از اونها دشمنی و دشنام دادن به سایر ائمه، یعنی ائمه اهل بیت، ظاهر نشده باشه و اعتقادی به امامت اونها نداشته باشن، با همه اینها مثل بقیه نواسب هستن. یعنی چی هستن؟ کافر هستن، جاویدان در آتش دوزخ هستن. و اون در کتاب طهاره است فکر کنم، اگر مدرکش رو داشته باشید، در مورد
تتار مدرک شما نواسبی که درست. ذکر میکنه خمینی، میگه اینها مانند طلحه و زبیر و عایشه و غیره، درست. اینا مانند سگ و خوک نجس هستن. درست. این تعریف ناسبی است در نزد خمینی که در اینجا قضیه نجاست را هم مطرح میکنه در ادامه صفحه همین. جناب استاد که ببخشید که کتاب الطهاره خمینی پیش من نیست، کتاب الرسائل پیش من هست. اگر دوستان عزیز بازم نشون میدن الرسائل تالیف الاستاد الاعظم میا روح الله المسلم خانه مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ایران قم، حالا چه سالی بوده والله اعلم. این هم سال ربیع الاول 1385 هجری قمری. در صفحه 198 عنوانی داره فی الروایات الداله علی صحت الصلاة مع العامه. در این اشاره داره که کسی پشت سر عامه که اهل سنتن، که این تمام شیعه میگه که اهل سنت، نماز بخونه آیا جایز هست جایز نیست، مناکحه و ازدواج با اونها جایز هست یا جایز نیست. در ادامه در این جایی که من فلش گذاشتم اگر دوستان نشان بدن، از ابو جعفر روایت رو میاد که گفت لا بأس بان تصلی خلف الناصب. دقیقاً در همین صفحه از ابو جعفر صادق روایتی رو میاره که پشت سر ناصبی اشکال نداره نماز بخونی و ناصبی در عنوان چی گفته بود؟ عامه هستن. بله. دقیقاً خمینی باز همونجوری که شما اشاره کردین در اون کتاب، در این کتاب الرسائل صفحه 198 چاپ قم سال 1385 این نکته رو اشاره کرده. درست. الان کتاب طهاره رو من اینجا پیدا کردم، دوستان اگر اینو نشون بدن. این کتاب طهاره جلد سوم تالیف الفقیه المحقق آیت الله العظمی الامام الخمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار خمینی اینو در ایران چاپ کرده. در صفحه 457 همین کتاب در مورد طهارت الناصب، در مورد پاکی نواسب صحبت میکنه. در اینجا میگه که اما سایر طوائف من النصاب بل الخوارج فلا دلیل على نجاستهم و ان كانوا اشد عذابا من الكفار. بقیه نواسب دلیلی بر نجاست ظاهریشون وجود نداره، نجاستشون وجود نداره، ولو اینکه عذابشون از کفار خیلی بدتر سخت‌تر باشه از کی؟ کفار. از کفار و کسانی که به اصطلاح منافق هستند. بله. فلو خرج سلطان على امیر المؤمنین علیه السلام لا بعنوان التدین، به خاطر تدین، بلکه للمعارضه فی الملک او غرض آخر که عایشه و زبیر و طلحه و معاویه و اشباهم، کسانی دیگری که به خاطر تدین نه بلکه به عنوان مخالفت در پادشاهی در ملک علی ابن ابی طالب بر علی قیام بکنند، مانند عایشه و زبیر و طلحه و معاویه و مانند آنها، او نسب احد عداوه له او لاحد من الائمه، کسی که دشمنی داشته باشه با این با سیدنا علی و با یکی از ائمه اهل بیت، لا به عنوان تدین، نه به عنوان تدین، بل عداوت قریش او بنی هاشم، بلکه به خاطر عداوت قریش او بنی هاشم باشه، او العرب، یا به خاطر عداوت دشمنی با عرب باشه، او لاجل کونی قاتل والده او ابی، یا به خاطر اینکه اونها قاتل پدرش یا فرزندش باشه، او غیر ذلك لا یوجب ظاهرا شیء منها نجاست ظاهریه. اینا دلیلی نمیشه به خاطر نجاست ظاهری. ادامش خیلی جالبه، و ان کانوا اخبث من الكلاب والخنازیر، در حالی که اینها خبیث‌تر از سگ‌ها و خوک‌ها هم باشن. یعنی عایشه و زبیر و طلحه و معاویه مانند اینها، این زندیق رافضی خبیث خمینی میگه که اینها خبیث‌تر از کلاب و سگ‌ها و خوک‌ها هستن، اما نجاست ظاهری ندارن. خب جناب استاد دقیقاً یعنی میشه باشون در هفته وحدت نشست، توی صندلی کنار هم نشست، بله باشون دست داد، باشون یک جا نشست غذا خورد، چون ظاهرشون نجس نیست اما باطنشون از سگ‌ها و خوک‌ها هم نجس داره. البته این قول آقای خمینی بود، اقوال دیگه از علمای به حساب قدیم یا متقدم بگیم هست که کلا نجاست اهل سنت رو یا به تعبیر خودشون نواسب رو کلا ظاهری میدونن و از بقیه کفار هم نجس‌تر میدونن. بله. در مورد نواسب در اینجا یک مطلب دیگری هم هست، دوستان اگر این رو نشون بدن. این هم از کتاب تحریر الوسیله است از آقای خمینی، همون چاپ قدیم. در صفحه 318 در اینجا میگه که والاقوا، و چیزی که قوی هست، قوی تر، الحاق الناصب به اهل الحرب، ناصبیا اهل حرب هستن. یعنی همین اصطلاح محاربی که امروز در ایران هر کسی به عنوان محارب اعدام میکنن، بهش تجاوز میکنن،
فی اباحة ما اغتنم منهم و تعلیق الخمس بهی، چیزی که از اونها گرفته میشه مالشون غنیمت محسوب میشه، باید خمسش هم پرداخته بشه. درست. ادامه جالبه، بل ظاهر جواز اخذ ماله عین وجد و به ای نحو کان، بلکه جایز است که مال ناسبی رو بگیری. حالا ناسبی کی است؟ همون سنی. درست. حسین آل عصفور گفت که اجماع دارن همه بر این که ناسبی کی است. اخبار ائمه دلالت میکنه. ناسبی کسی است که به اون میگن سنی. در اینجا خمینی چی میگه؟ بل ظاهر جواز اخذ ماله عین وجد، هر جا که مال ناسبی رو پیدا کردی بگیر، و به ای نحو کان، ولو اینکه دزدی باشه. این ولو اینکه دزدی باشه من میگم، چون به ای نحو کان اون مطلق گفته، مقیدش نکرده. مقید نکرده. یعنی هر طوری که سرش کلاه گذاشتی، دزدیدی، خیانت بهش کردی، به هر قصد بود، کشتیش، مالشو بردی، هر طوری که شده مال ناسبی رو که بیاری بر تو چی است؟ حلال است. و وجوب اخراج خمسهی، خمسش بود در این همه عبادت بزرگ کردی که یک ناسبی رو کشتی یا مالش رو دزدیدی، به هر طریقی که این مال رو به دست آوردی باید که خمسش رو در بیاری. شما آخونده دیگه حالا سهمش رو داره. حضرت آیت الله مکارم شیرازی بفرستی تا شبکه زلالت رو راه اندازی بکنی. جناب استاد، اگر باز هم شما از آقای خمینی که از معاصرین فعلی هست نشان دادین، اگر من یکی از کتاب‌های خود شیعه که البته امروز دیگه سنگشو به سینه میزنن و به عنوان سنی یا وهابی هدایت یافته ازش یاد میکنن، باز هم نشون میدن که اهل سنت همون نواسب هستن. دوستان اگر عزیز اگر لطف کنن کتاب نشون بدن. الشیعه هم اهل السنه، شیعه همون اهل سنت هستن. کتاب آقای تیجانی، دکتر محمد تیجانی السماوی که دکترای فلسفه از جامعه سوربن پاریس داره، والله اعلم که تا چه اندازه صحت داشته، شاید مثل آقای علی کوران باشه. خب در صفحه 161 پاراگراف آخری میگه که از تعریف بی‌نیازه که ما خواسته باشیم تعریف کنیم به ان مذهب النواصب هو مذهب اهل سنت و الجماعه. مذهب نواصب مذهب اهل سنت و جماعت است. فناصر مذهب النواصب المتوکل، این بحث عباسیه و اونها رو میاره که میگه که به حساب عباسیه و فلان و فلان فلان یا اسم میبره بعضی ها رو که از نواصب بودن. دقیقا این هم از مدارک یا بگم که از شیعیانی که امروزه در تمام شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری آخوندی نمایشش میدن و به عنوانی که از وحدت چی بگن طلبان میگن، وحدت خواهان میگن، از کسانی که دنبال وحدته در دنبال تفریق هستن ازش یاد میکنن. اهل سنت رو جز نواصب دونست. یعنی ای سنی که در داخل ایران زندگی میکنیم، از هر قومیتی هستی یا از هر مذهبی هستی، حنفی، شافعی هستی، باز هم از دیدگاه خمینی، از دیدگاه تیجانی و از دیدگاه حتی رهبر معظم انقلاب باز هم ناصبی هستی. بله. این اعتقاد همه این هست بدون استثنا. مثلا این کتاب وسایل شیعه، یکی از یعنی مراجع معتبرشون حر عاملی، شیخ محمد ابن حسن حر عاملی است. این دوستان این تصویرش دارن نشون میدن. در این کتاب در جلد 5 در صفحه 588 در باب حکم قتال بغات در روایت 20024 در اینجا میگه که از ابو عبدالله امام جعفر صادق روایت شده که مال ناصب، درست، مالش و کل شیء یملکه حلال الا امرأته، هر چیز ناصبی حلال هست، درست، کل ما یملکش، ماشینش، خونش، هر چی که داره حلال هست مگر زنش. درست. حالا چرا؟ شاید بگن که حالا چه امام جعفر صادق یا این کسی که این دروغ رو بسته به امام جعفر صادق چقدر آدم خوبی بوده، این طرف که گفته که حداقل زنشو نگیرید، ناموسشو نگیرید، بقیه چیزاشو میتونید بگیرید. ادامهش خیلی مهم است. میگه فإن نکاح اهل الشرك جائز و ذلك ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لا تسبوا اهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا ولولا ان نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من 1000 رجل منهم لامرناكم بقتلهم ولكن ذلك الى الامام. این در اینجا میگه که زنش رو نکشید. درست. زنش
مثل شما میتونید زن اینو بگیرید باش نکاح بکنید، ازدواج بکنید، غنیمت هست برای اینا. یعنی ببینید تا این اندازه رسالت واقعا پستی. بله. اگر ما بخوایم در این مورد مدارک نشون بدیم، اینجا مدارک زیادی هست که هر کسی که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رو برتر بدونه بر بقیه، ما این مدارک رو از کتاب وسایل شیعه باز دوباره خدمتتون نشون میدیم. دوستان اگر بتونن اینو به نمایش بگذارن، این در جلد، اون در جلد 5 بود، این در جلد 3 هست، در صفحه 744 در روایت 12548 از ابی عبدالله علیه السلام روایت کرده که لیس الناصب من نسب لنا اهل البیت، میگه ناصبی کسی نیست که به اصطلاح اظهار دشمنی بکنه با ما اهل بیت. لانک لا تجد احدا یقول انا ابغض محمدا و آل محمد. کسی رو پیدا نمی‌کنی بگه من دشمن محمد و اهل محمد هستم، آل محمد هستم. درست. ولكن الناصب من نسب لكم و هو يعلم انكم تولون و انكم من شیعتنا. ناصبی کسی است که با شیعیان دشمنی داشته باشه و بدونه که شما ما رو دوست دارید و شما به ما به اصطلاح تولا دارید. بله. در روایت بعدی در همین کتاب صفحه 745 در روایت 12551 بازم از ابی عبدالله روایت شده که خود مال ناصبی حیثما وجدته و ادفع الینا خمس. مال ناصبی رو هر جایی که گیر آوردی بگیر و خمسش رو چیکار بکن؟ به ما بده، برای ما بفرست. و روایت 12552 دقیقاً در همین معنی ذکر شده. پس در این روایت رو هم خدمتتون نشون بدم. در صفحه 746 روایت 12559 میگه که در اینجا براش نامه نوشتن برای علی ابن عیسی، علی ابن محمد علیه السلام، اسألوا عن ناصب. میگه که از علی ابن محمد پرسیدن علیه السلام که نظر شما در مورد ناصبی چی است؟ هل احتاج فی امتحانه الى اکثر من تقدیمه الجبت و الطاغوت و اعتقاد امامتهما. میگه از این امام پرسیدن که آیا در مورد ناصبی بیشتر از این ما باید امتحانش بکنیم که جبت و طاغوت یعنی ابوبکر و عمر، جبت و طاغوت یعنی ابوبکر و عمر رو افضلیت قائل هستن برای این دو نفر بر علی ابن ابی طالب و ادعای امامت این دو نفر رو میکنن، آیا بیشتر از این ما باید امتحان بکنیم اینا رو؟ درست. جوابش چی بود؟ فرج الجواب. دوستان نشون بدن اینو. من کان علی هذا فهو ناصب. کسی که این اعتقاد رو داشته باشه چی است؟ ناصبی است. درست. من این صفحات مختلف رو چرا از کتاب وسایل شیعه نشون دادم؟ اگر ما این صفحه اولی رو که دوستان این صفحه رو نشون بدن، اگر این روایت 12548 رو کسی بگه آخه اینجا منظور ما این بوده که نواسب کسانی هستن که دشمنی شیعه داشته باشن و منظور این نیست که اهل سنت باشن، اما این روایت آخر، روایت 12559 میگه که کسی که به مجرد به اصطلاح تقدیم ابوبکر و عمر بر علی و اعتقاد داشته باشه که اول ابوبکر خلیفه است، بعد عمر خلیفه است، بعد عثمان، بعد علی، یا بگه که بعد اول ابوبکر افضل است، بعد عمر افضل است، بعد علی افضل است، یا که عثمان رو در وسط باشه یا نباشه، در هر دو صورت این شخص ناصبی است. و تعریف ناصبی هم چی گفتیم؟ که خونش حلال است، مالش حلال است، زنش حلال است، همه چیز این رو باید بگیرن چیکار بکنن؟ دیگه تصرف بکنن. این اعتقادشون است در مورد قضیه نواسب. اگر بفرمایید جناب استاد اگر اتاق فرمان لطف کنن مانیتور بنده رو آنتن ببرن که از کتاب انوار نعمانی که قبلا جناب استاد در فکر کنم برنامه آن روی سکه شخصیت نعمت الله جزایری رو از دیدگاه مقام معظم نشون داده بودن از سایت شخصیشون، باید به ذهن بینندگان باشه. انوار نعمانی مال نعمت الله جزایری هست، کسی هست که دیگه در کتاباش خوب اهل سنت رو کوبونده، به تعریف واضح قائله و الی آخر. خب در کتابش که در سال 2010 در بیروت چاپ شده، این شناسنامه کتابه، در صفحه 267 این چاپی که پیش منه
و اما الناصب و احوال و احکامه فهو مما یتم ببیان امرین. خب اول در این کتابش کلا بیان میکنه که ناصبی کیست، احکامش چیست و حال هواش چیه. میگه در میان بیان ناصبی میگه ورد فی الاخبار انه نجس و انه شر من الیهودی و النصرانی و المجوسی. میگه در اخبار ائمه، در اخبار شیعه وارد شده اومده که ناصبی نجس است و بدتر است از یهودی، نصرانی و مجوسی و انه کافر نجس به اجماع علماء الامامیه. به اجماع علماء امامیه هم کافر هم نجسه. رضوان الله علیهم که اینجا نوشته. خب حالا اینو من کار ندارم، فقط به صفحه بعد میریم، بازم جلد 2 صفحه 268. اینجا در رابطه با اینکه علامت ناصبی گفته که تقدیم غیر علی بر علی، هر کس غیر از علی رو بر علی ترجیح بدن، ابوبکر باشه، عمر باشه، عثمان باشه، چون که عقیده اهل سنت همینه که ابوبکر و عمر و عثمان بر علی رضی الله عنه برتری دارن. هر کس حتی یک از اینها باشه، حتی عثمان تنها باشه، اون ناصبی هست. در پاراگراف بعدی میگه و یؤید هذا المعنى ان الائمه علیهم السلام و خواصهم، ائمه و خواص ائمه اطلقوا لفظ الناصبی علی ابی حنیفه و امثاله. یعنی امام ابو حنیفه رضی الله عنه مؤسس مذهب حنفی که اکثر ایرانیانی که اهل سنتی که در ایران هستن حنفی هستن، امام ابو حنیفه از دیدگاه نعمت الله جزاری و بلکه ائمه خیالیشون و همچنین بزرگان شیعه ناصبی هستن، هیچ شک هم درش نیست. در ادامه خود آقای نعمت الله جزاری میگه که مع ان ابا حنیفه لم یکن ممن نصب العداوه لاهل البیت. ابو حنیفه از اونهایی نبود که عداوت ظاهری و آشکار به اهل بیت داشته باشه، اما باز هم به امام ابو حنیفه ناصبی اطلاق کردن. آقای جناب استاد اگر صحبت دیگه در رابطه با ناصبی ندارین، دوست داشتم که در رابطه با اینکه علمای اهل سنت یا ائمه اربعه رو تکفیر میکنن یا به اونها لفظ ناصبی اطلاق میکنن، اگر نکته دیگه در رابطه با ناصبی نداشتین به این اشاره کنین تا بینندگان بدونن. من فقط یک دو مدرک دیگر هم نشون بدم، چون که ما وقتی که این تعریفات علمای شیعه رو میاریم که اهل سنتی که بالعموم شافعی، مالکی، حنبلی، وهابی، سنی، هر دین و مذهبی که داره، همه اینها هر کسی که مخالفت بکنه با امامت شیعه، اینا همه ناصبی هستن. باید تعریف این ناصبی رو از کتاب‌های مختلف، از علمای مختلف، تا مجالی برای اینا نمونه که فردا بیاد بگن که والا نه، ما این تعریف که شما کردید تعریف دقیق نیست. در این کتاب مصباح الفقیه، در این کتاب صفحه 288، در این کتابم در صفحه 288 میگه که المراد بالناصب في الروايات على الظاهر مطلق المخالفين، کل مخالفین شیعه اثناعشری، یعنی حتی شیعیان دیگه، حتی شیعیان 8 امامی و 6 امامی و 5 امامی و نصیری و همه مطلق مخالفین بهشون چی میگن؟ ناصبی. و یک سوال من داشتم بخشین از جمهوری آخوندیگران که اگر نصیری‌ها طبق این تعریف که شما از مصباح الفقاهه نشون دادین، اگر نصیری‌های علوی و بشار اسد و دار و دستش جز ناصبی‌ها هستن، چرا امروز سربازان صیغه‌ای امام زمان در رکاب سربازان صیغه‌ای آقای بشار می‌جنگن؟ و دلیلی که دیروز در رکاب شیعیان، در رکاب صلیبی هایی که برای اشغال بیت المقدس اومده بودن، در رکاب اونا جنگیدن. به همون دلیلی که در رکاب مغول های خونخوار و وحشی بر علیه امت اسلامی جنگیدن، چون مؤسس این فکر و مذهب باطنی و تکفیری عبدالله ابن سبع یهودی برای این اومده بود که اسلام به مجد و عظمت برسه، برای این اومده بود که اسلام رو تخریب بکنه. در همین کتاب مصباح الفقیه در اینجا روایت دیگری هم هست، در صفحه 289 که میگه که اخبار دلالت بر این میکنه، روایات ما، که ناصبی نجس هست، کافر هست، و این اخباری که از اهل بیت رسید دلالت بر کفر همه مخالفین میکند علی الاطلاق. حتی کلمه علی الاطلاق رو دوستان اگر نشون بدن در اینجا ذکر میکنه، در این قسمت علی الاطلاق همه کافرن. پس راه فرار برای هیچ کس نموند.
این تازه این برای این کتاب آقای همدانی که نوشته، این کتاب مصباح الفقیه، یعنی وقتی که فقیه شد این چراغ راهش هست که از این کتاب بعد استفاده بکنه. بله. در کتاب رجال نجاشی در اینجا ببینید یک مطلب جالبی رو در اینجا آورده، در شخصیت 846 که میگه که در آخرین روایت طولانی است، در آخرش میگه که مختار استفاده از وقت میگه رضاع الیهودیه و النصرانیه خیر من رضاع ناصبه، یعنی اگر کسی یک دایه‌ای برای شیر دادن بچهش میخواد بیاره، یهودی بیاره، نصرانی بیاره، اما ناصبی بهتره که ناصبی بیاره. بله. و همچنین در نتایج الافکار از محمد رضا گلپایگانی در صفحه 234 والمستفاد من الروایات، خب روایات رو میاره بعد در آخر نتیجه گیری میکنه. والمستفاد من الروایات من ایراد این روایات هذا هو ان النواصب مطلق المخالفین لا طائفه خاصه منهم، یعنی گروه خاصی رو ما نمیگیم ناصبی، همه مخالفین ما بلا استثناء علی الاطلاق همه چی هستن؟ ناصبی هستن. که این رو منظورش از استفاده از این افادت المحقق که میگه مقصودش بهرانی است، صاحب کتاب الحدایق. و در اینجا ثم انه رحمه الله ذکر اخبار الضاله عنده و یزعمه على کفر المخالفین و نجاستهم، هم کافر هستن هم نجس هستن. حالا علمای شیعه اختلاف دارن در بین خودشون در کفر که همه اتفاق نظر دارن. اختلافشون در کجاست؟ آیا ناصبی نجس هست یا نیست؟ اگر نجس هست آیا نجاستش مثل خوک و سگ هست یا نیست؟ خمینی در این مورد حرف به اصطلاح حرف فاصل رو روشن فکری میگه. بله، گفته که اینا ولو اینکه از سگ و خوک هم نجستر باشن اما نجاست ظاهری ندارن. یعنی میشه که شما با مولوی عبدالحمید، با علمای اهل سنت، با اینا دست بدید، باشون بشینید، در کنفرانس ها اینا رو دعوت بکنید، روی میز کنار هم دیگه باشه، چون که نجاست اینا نجاست ظاهری نیست. وقتی دست خامنه ای و مراجع شیعه به دست مولویای اهل سنت، علمای اهل سنت ایران میخوره، نجس نمیشن دیگه، لازم نیست که برن بشورن. شما آقای خامنه‌ای رو نباید وسط میارید، چون که دستش مصنوعیه، به دست چپ میده. خلاصه در این مورد یعنی روایت ها فراوان هست که نشون میده که ناصبی یعنی سنی و نواصب یعنی اهل سنت، که بعضی از این سند ها رو من نشون دادم و بعضی ها رو جناب استاد اگر یک مقدمه یا یک میان برنامه داشته باشیم و یک استراحت کوتاهی داشته باشیم که نفس تازه بشه و همچنین نفس اگه من صحبتی چندان نکردم، یک میان برنامه کوتاه میبینیم و در خدمت شما خواهیم بود. البته این بحث طولانی، امیدوارم که حداقل کمال استفاده رو برده باشیم. تکفیر صحابه. عصر رسول الله با رسول الله مکه رفتن، جاهای رفتن، نماز خوندن، جنگ کردن، چه کردن؟ پیغمبر سرش گذاشته می 3 نفر موندن. پیغمبر سرش گذاشته می 3 نفر موندن. بینندگان گرامی، این آخوند میگوید همه مسلمانانی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت کردند و در رکاب ایشان جهاد نمودند، همین که رسول الله صلی الله علیه و سلم چشم از جهان فرو بست مرتد و کافر شدند به جز 3 نفر. این است قضاوت آخوندان رافضی در مورد شاگردان و یاران و آنان که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه الله جهاد کردند و کسانی که مهاجران را پناه دادند و یاریشان نمودند، به راستی مؤمنان واقعی هستند و از آمرزش و روزی نیک و فراوانی برخوردار خواهند شد. و روزی نیک همان بهشت است، وگرنه یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم که در جنگ ها شهید می شدند و بیشترشان با فقر از دنیا رفتند، چه روزی نیکی در این دنیا به آنها رسید؟ و آنان که با او هستند در برابر کافران سرسختند و با یکدیگر مهربان. آنان را در حال رکوع و سجده می بینی. فضل و خوشنودی الله را می جویند. نشانه آنان از اثر سجده در چهره هایشان پیداست. این وصف آنان در تورات است.
و وصفشان در انجیل مانند زراعتی است که جوانه زده و تنومندش ساخته و ستبر و زخیم شده و بر ساقه‌هایش ایستاده و کشاورزان را شگفت زده می کند تا به وسیله آنان کافران را به خشم آورد. الله به اینها که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند نوید آمرزش و پاداش بزرگی می دهد. حال قضاوت را به خود شما واگذار می کنیم. آیا دیدگاه این آخوند را میپذیرید که میگوید همه مرتد شدند یا دیدگاه قرآن را که میگوید آنها مؤمنین برحق بودند؟ البته یک سوال دیگری هم از این آخوند داریم و آن این که نظر شما در مورد کسی که بگوید همه شاگردان خمینی بعد از مرگش منحرف شدند و راه او را ادامه ندادند چیست؟ آیا چنین دیدگاهی را در مورد نهضت خمینی و شاگردانش میپذیرید و آن را توهین به شخصیت خمینی نمیدانید؟ قطعا نمیپذیرید و آن را توهین به خمینی میدانید. پس چرا انصافاً چنین اتهامی را در مورد آن حضرت و شاگردان معلم بشریت به راحتی میپذیرید و به مریدانتان تلقین میکنید؟ با سلام مجدد به همه بینندگان عزیز و گرامیان محترم. دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر لطف کنن شماره تماس رو زیرنویس کنن تا بینندگانی که میخوان به برنامه خودشون، برنامه حجت بی حجت تماس بگیرن و صدای گرمشون رو ما داشته باشیم و بشنویم. امیدوارم بینندگانی که تماس میگن در رابطه با موضوع برنامه که شیعه و تکفیر هست صحبتی داشته باشه، همچنین سوالاتی اگر هست یا نظری هست و هر چی هست در این رابطه باشه. و بینندگانی هم که تماس میگیرن امیدوارم که صدای ما رو از تلفنی که تماس میگیرن داشته باشن و از گیرنده و تلویزیون نداشته باشن، زیرا صدا با تأخیر به اونها میرسه و باید مجبوریم که ما قطع کنیم، زیرا که بینندگانی که پشت خط هستن باید جواب اونها رو هم بدیم. جناب استاد، تا بینندگان عزیز بیان رو خط و نکاتی هم از شما مونده بود قبل از میان برنامه، دوست دارم که به اون نکات و ادامه بحثی که مونده بود اشاره داشته باشین، بعد هم صدا گرم بینندگان داشتیم. در مورد ادامه بحثمون رو قضیه تکفیر ائمه مذاهب اربعه بود درست. که قرار بود در این مورد صحبت بکنیم که من فکر نمی کنم وقت باشه، چون دوست دارم بیشتر این نیم ساعت پایین و 25 دقیقه که مونده بینندگان عزیز صحبت بکنن. فقط به این نکته اشاره بکنم که مذاهب اربعه اهل سنت خب در این جریان کنفرانسشون ادعا میکنن که ما وهابیت و سلفیت و اینا رو تکفیر میکنیم، اینا تکفیری هستن و اینا از نظر ما کافر هستن. اما مشکل اینها تنها با وهابیت و سلفیت نیست، مشکل اینها با همه اهل سنت است، با همه مذاهب اهل سنت است، حتی با مذاهب شیعه غیر از اسلام. حالا ما با اونا کار نداریم، درست. بحث ما در قضیه اهل سنت است. همین 4 مذهبی که ما داریم، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بدون استثناء همه اینها در نزد شیعیان رافضی در نزد علما اینها ناصبی هستند، درست، کافر هستند، نجس هستند، مستحق آتش جهنم هستند. اونم همیشگی برای همیشه. من نمونه یک دو سند رو نشون میدم، بعد تماسای عزیزان رو میگیریم و ادامه بحث رو انشالله در روز چهارشنبه در زمان پخش برنامه منهاج السنه ساعت تقریبا 6:30 به وقت تهران، 7:30 به وقت کابل، انشالله در همین هفته روز چهارشنبه در این مورد مفصل صحبت میکنیم و همه این مدارک رو نشون میدیم. در اینجا دوستان عزیز نشون بدن این کتاب همون محاسن نفسانیه، در صفحه 12 میگه که هرچی اینا فقیه‌تر میشدن علمای اهل سنت و فقها اینا اشد و عداوت لآل الرسول، این دروغ، مذهبی که اساسش دروغ باشه، میگه فقهای اینها یعنی دشمنی شدید داشتن با اهل بیت.
و اظهرهم لهم خلافا فی الفروع والاصول. کسانی که در فروع و اصول با آنها مخالفت کردند، یعنی با اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله. کمالک ابی حنیفه، مانند ابو حنیفه و شافعی و ابن حنبل و ابی حنیفه، درست اول اسم مالک آورده. کمالک بله، و ابی حنیفه و شافعی و ابن حنبل و دیگران که این ممن حد حدودهم فی تلک المذاهب السخیفه، در این مذاهب پست، در این مذاهب فرومایه به اصطلاح. این یعنی همه رو با یک تیر، هر 4 مذهب رو یک جا زده. و یک چیز ببخشید بگم که ادبیات روافض خصوصا علماشون کاملا وقیحانه است، یعنی رحم ندارن که کی باشه کی نباشه، در چه سطح علمی باشه، پایین بالا کوچک بزرگ براشون فرق نداره، کلا وقیحانه است ادبیاتشون. بله. در کتاب مختلف شیعه از هیلی دوستان عزیز اگر نشون بدن در صفحه 110 جلد 2، در اینجا میگه که رؤساء المذاهب الاربعه لم يكن احد فی زمن رسول صلی الله علیه و آله و سلم. میگین رؤسای مذاهب اربعه در زمان پیامبر که نبودن، ولا فی زمن الصحابه، در زمان صحابه هم نبودن. فهذه احد بدعهم انهم اختاروا من مجتهدیهم هذه الاربعه. میگه که از بدعت‌های اهل سنت چی است که همینا رو که در زمان پیامبر در زمان صحابه نبودن، اینها رو چیکار کردن؟ امامانشون تعیین کردن. یعنی رد میکنه همه مذاهب رو. درست. در این کتاب، در کتاب صراط المستقیم از عمولی بیاضی در باب در مورد ائمه اربعه ببینید در اینجا یک بابی رو اختصاص داده در رد ائمه مذاهب اربعه و در اینجا اینها هم به اصطلاح میگه که اینها از پیروان پیامبر و صحابه و اینا نبودن. ما مدارک زیادی داریم که انشالله در برنامه بعدی مفصل در این مورد انشالله صحبت خواهیم کرد و تکفیر، اصلا ما تا الان رو اصل موضوع که تکفیر ائمه مذاهب اربعه و اهل سنت است نیومدیم که روایات فراوانی در این مورد داریم که انشالله ما خلاصه میریم یا گلچین به قول معروف میریم. خوب است بینندگانی که عزیز تماس میگن صدایشون رو داشته باشیم و همچنین سوالی یا پیشنهادی یا نظر هر چیزی داشتن. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشین قربان. سلامت باشین، بفرمایید دوست عزیز. شبکه وصال حق. وصال حق، بفرمایید. حال شما خوبه؟ خسته نباشین. سلامت باشین، ممنون، بفرمایید. من یه سوالی داشتم از خدمتتون. سوالتون در رابطه با موضوع برنامه است یا خارج از موضوع؟ نه، خارج از این موضوعه. دوست عزیز اگر سوالاتی که در رابطه با بحث برنامه و موضوع برنامه است مطرح کنیم ممنون میشم. من الان خدا شاهده، من درست 1 سال و نیمه کلا برنامه‌های آقای انصاری من نگاه میکنم. خیلی مشتاقم که باهاتون صحبت کنم. لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم. آقای انصاری جواب صداتون رو دارن. برادر عزیز و گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما موضوع برنامه‌مون قضیه شیعیان و تکفیر است، اینکه علمای شیعه مخالفینشون رو تکفیر میکنن. اگر در این راستا سوالی دارید من در خدمت شما هستم. آقای انصاری بفرمایید. الو، بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه، بفرمایید. صدا نمیاد. خب مثل اینکه دوست عزیز صداتون داشت پخش میشه، لطف کنید صدا ما رو از تلفنی که تماس میگیرین داشته باشین. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. ببخشید بنده محمد رحیم از شهر طائف عربستان تماس میگیرم. بفرمایید دوست عزیز. این کلیپ شما که پخش کردین به نظر من این شیعه ها کاملا مشرک هستن، مشرک. و این تکفیر صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم جرم بزرگی در اسلام محسوب می شود و کسانی که به صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم تکفیر می کنند اینا کافران بترن. صحبت دیگه داشتیم، بفرمایید. تشکر میکنم از شما.
از جناب آقای انصاری تشکر میکنیم اینجا. ما پشت زبان هستیم، فارسی زیاد نمیدانیم. خدا نگهدارتون. دوست عزیز، همونطور که اشاره کردن گفتن که این کلیپی که پخش شده تمام شیعیان مشرک هستن. اینو من یک پرانتز باز بسته بذارم که تمام شیعیان از دیدگاه ما مشرک نیستن. اونهایی که با آنها اتمام حجت شده و جاهل به مسائل نیستن، اونها واقعا دقیقاً همین چیزی که شما گفتین و واقعا تکفیر صحابه یک امر خطیری که نمیتونه هر کس واقعا ازش راحت رد بشه. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید. می‌خواستم با استاد انصاری صحبت کنم. بفرمایید آقای انصاری، صداتون رو دارم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حال شما خوب آقای شیخ؟ سلامت باشید. الله مطالبتون کنه. آقای انصاری، بفرمایید. آقا اینا مشرکن، اینا آقای انصاری برادر جان، اینا از مشرکن رد کردن. اینا من به خودم فکر می‌کنم اینا اسم انسانم رو اینا حیف بذارین. اینا جناورهای هستن، همون جناورهای خیلی زمان قدیم، یعنی همون حشفا. اینا یه آدمای، اینا یه جناورهای هستن. نظر من از انسانیت، از معرفت، از حفظ، از کلام همه چی بدورن آقای انصاری. اینا نظر من اینا رو نه باید بفرستیشون تو سطح آشغال، یعنی از سطح آشغال هم رد، یعنی اینا بفرستید تو گنداب، تو لجنزار. اینا مثل آقای مثل اسمشون گذاشتن نمیدونم قزوینی رو حیف اسم عالم روی بذاریم. این قزوینی و این نمیدونم این علایایی و اینا به خود عرده خارجن آقای انصاری. اینا یه آدمای مفتل عقل، یعنی اینا از همه چی انسانیت که بدورن. من تعجبم خدا چطور کدوم کانالی کدوم تلویزیونی اینا رو راه داره، اینا میشینن صحبت میکنن. چی کسایی میتونن با اینا صحبت، چی اشخاصایی میان تعجبم میان با این اللهیاری صحبت میکنن. خیلی برای ما عجیب خدا شاهده. یعنی خدا شاهده کسی با اینا یعنی همزبان بشه، یعنی به خدا مرگش رو باید بخونه خدا شاهده. دوست عزیز ممنون از احساساتی که ابراز کردین. در رابطه با موضوع برنامه اگر صحبتی هم داشتیم بفرمایید. من آقای برادر اسم شما نمیدونم، با آقای انصاری میخوام بگم اینا عرضی که صحبت کردن با اینا نداره آقای انصاری. اینا باید بفرستید جو سر آشغال. و سلام نامه تمام. خدا حافظ شما. خدا نگهدارتون. جناب انصاری در رابطه با این احساسات برادر که صحبت‌های داشتن. بله. خب ببینید، ما این مطالب رو که میخوایم مطرح بکنیم در اینجا، اولا اون شیعیان برادران و خواهران عزیز شیعه ما که فریب این آخوندا رو خوردن، اونا باید بیدار بشن. درست. یکی از اهداف ما این است. ثانیاً اون اهل سنتی که در طی این سالها فریب این تبلیغات اینها رو خوردن که اینا میگن که ما وحدت بین مسلمان ها میخوایم، ما هفته وحدت بین چقدر از کشورهای مختلف جمع میکنن علمای اهل سنت رو، فریب خورده های اهل سنت رو میبرن در اونجا به عنوان هفته وحدت و متاسفانه بعضی از اینها مجبورن. حتی بعضی از علمای اهل سنت داخل به مجرد عدم اشتراک در این کنفرانس چی میشه؟ میشه محارب، میشه ضد انقلاب، میشه مخالف نظام جمهوری اسلامی. بیچاره مجبور هست، مضطر هست که در این کنفرانس ها زندگی بکنه. و ما عاشق چشم ابرو اینا نیستیم که این مطالب اینا رو، کلیپ ها اینا رو بیایم در اینجا مطرح بکنیم. فقط هدف بیان کردن چهره واقعی این هاست که در پشت نقاب محبت اهل بیت سالها پنهان کرده بودن. سلام، بفرمایید. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام، بفرمایید. خسته نباشید آقای طاهری. ممنون، سلامت داشتین. سلام دارم خدمت آقای محمد انصاری و تشکر میکنم از برنامه‌های خوبتون. سلامت باشید. تشکر از شما. در رابطه با برنامه اگر صحبت مشکلی واسه پیامکاتون نمیدونم از اینجا هست یا از اونجا چه پیام میفرستیم پخش یعنی تحویل داده نمیشه، نمیدونم علتش چیه. حتما پیگیری خواهد شد. ممنون که اطلاع رسانی کردین. دستتون در نکنه. خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. حالشون خوبه استاد عزیز؟ ممنون، سلامت باشین، بفرمایید. خدمت برادرم عزیز آقای انصاری سلام عرض میکنم. علیکم السلام. در مورد موضوع برنامه حرفی نداشتم، فقط میخواستم از استاد انصاری کمال تشکر داشته باشم. میخواستم بگم خیلی دوستش دارم و موفق باشی. سلامت باشید برادر عزیز، الله مطالب ستون کنه و شما رو دوست بداره. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. همچنین خدمت آقای انصاری هم عرض سلام. ببخشید در موردی که از فرمایشات آقای انصاری که فرمودن اگه تو یک مجلسی دوست عزیز ببخشید شما اول خودتون معرفی کنین. خراب بشه مثلا این عمل یک عمل کفرآمیز هست، اظهار نظری در این مورد داشته باشم. دوست عزیز ببخشید قبل از اینکه شما سوال مطرح کنین اول جواب سوال ما رو بدین، بعد به اون مسائلی که در هفته گذشته مربوط به هفته گذشته بوده به اونها بپردازین. آیا شما اینو قبول دارین که شیعه غیر از خودش، شیعه اثناعشری غیر از خودش همه رو تکفیر میکنه؟ بله ببخشید متوجه نشدم، صدا یه لحظه قطع شد. گفتم آیا اینو قبول دارین که شیعه اثناعشری غیر از خودش همه رو تکفیر میکنه، همه مسلمانان را، چه اهل سنت چه شیعیان 6 امامی 7 امامی کمتر و بیشتر؟ خب بله متاسفانه اینا تظاهر میکنن، مثلا بر یه طرف میگن ما مثلا اهل سنت برادران ما هستن، یه طرف دیگه بله مثلا اونا رو وهابی میدونن. بله من اینو کاملا قبول دارم، اینا همه با تلبیس و ریا آمیختن این تفکرات اینا. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید. من فکر میکنم در مورد اون فرمایش آقای انصاری فکر میکنم مثلا قوانین عرفی یک جامعه با احکام شرعی میتونه تفاوت داشته باشه. مثلا بی‌حجابی در اسلام خب حرام هست، ولی مثلا الان خیلی از کشورهای اسلامی مثلا بی‌حجابی توشون رواج داره. یا مثلا حتی همین شراب، مثلا شراب در اسلام حرام هست ولی مثلا در بسیار از کشورهای اسلامی شراب مثلا مشروب فروخته میشه حالا برای غیر مسلمانان، یا خیلی چیزهای دیگه مثلا نه این مثلا در مورد اون فرمایش آقای انصاری میخواستم بگم که گفتن که اگه مثلا تو یک مجلسی یک قانونی تصویب بشه که مثلا شراب خوردن ممنوع هست یا نه، مثلا این عمل یک عمل کفرآمیز هست. در مورد اون میخواستم بگم که قوانین عرفی یک جامعه من فکر میکنم با احکام شرعی متفاوتن. یعنی شما دوست عزیز ببخشید دوست عزیز، یعنی شما نظرتون اینه که عرف جامعه میتونه یکی از احکام و مسائل اسلامی رو تغییر بده؟ نه به هیچ وجه منظورم این نیست. مثلا ببینید الان منظورم مثلا کشورهای اسلامی مختلف رو مثال میزنم. الان اینا خب بی‌حجابی مثلا از نظر اسلامی بی‌حجابی حرامه، ولی از نظر تو خیلی از کشورها بی‌حجابی مثلا آزاده. نه مثلا یا مثلا نماز خوندن مثلا واجب هست ولی ما نمیتونیم مثلا به نماز مجبور بکنیم. منظورم اینه که مثلا نباید اجبار باشه. حتی در قرآن هم اگر اجازه بدید من یک توضیح مختصر بدم، شاید سوء تفاهمی رخ داده باشه. ببینید ما با این مشکلی نداریم که در یک جامعه‌ای مثلا در فرانسه، در انگلستان، در یک کشور غیر اسلامی بیان در پارلمان قضیه حرام یا حلال بودن شراب رو به رأیگیری بذارن. اینا دینشون، قوانین عرفی و مدنی و وضعیشون، ما با اینا کاری نداریم. مشکل ما با این کسانی است که در یک کشور اسلامی بیان یکی از احکام الله سبحانه و تعالی رو در معرض رأیگیری عموم مردم قرار بدن. یعنی در اون پارلمان انسان نمازخوان هست، انسان بیدین هست، انسان مسلمان هست، منافق هست، از دین و ادیان مختلف، مذاهب مختلف هست. بگن که با خداوند گفته که شراب حرام است، اما ما میخوایم از طریق پارلمان این قانون رو تصویب بکنیم، این قضیه رو بیارن در پارلمان و در معرض رأیگیری قرار بدن. این کفره. منظور من این بود. ظاهرا تماس بیننده قطع شده. امیدوارم که اگر سوء تفاهم پیش اومده بود با توضیح که خلاصه از طرف جناب استاد مطرح شد به اون رسیده باشن. السلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. لطفاً بلندتر دید. سلام. علیکم السلام. آقای انصاری می‌خواستم بفرمایید برادر گرامی. الو.
بفرمایید. آقای انصاری. بفرمایید آقای انصاری، صداتون رو دارم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی ممنون. من یک خاطره داشتم مکه، میخواستم براتون تعریف کنم. بفرمایید. بله، من رفته بودم مکه، از این ساعت ها هست که از اون میگم دا. خب ایشون مثل این که صدای الو. تلویزیونشون باز است. دوست عزیز لطفاً صحبت کنین، ما صداتون رو داریم و سراپا گوشیم. از ساعت ها هست که از اون میگم دا. از این آما استدیم، بعد بودیم هتل، بعد دستکاریش کردیم و بعد اومدیم خواستیم پسش بده، پس ور نداشت. بعد ما برای خودمون یه دروغی گفتیم همسایه پهلویتون داره 13 ریال میده، شما به ما داده 15 ریال. خب بعد گفت زنت بهت حروم شو. ادامه. خب بعد گفت زنت بهت حروم شد. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه دروغ. گفتم پس بیایی ایران ببین اونجا چه کار میکنم، اونجا چه دروغای میگن در صحبتشون. خدا میدونه چقدر دروغ میگن. ما همین که وای میسیم جلو خدا میگم 4 رکعت نماز عصر به جا میآورم قربتا الله، همین دروغه دیگه. زور میگم نماز عصر به جا میاریم. درسته؟ درست. دوست عزیز اگه در رابطه با برنامه و موضوع آن صحبت دارین بفرمایید که وقتی هم نمونده، بینندگان هم پشت خطن. خیلی ممنون، خوشحال شدم صدات نشناختم آقای انصاری. تشکر شما برادر. قربان شما، خدا حافظ. خدا نگهدارتون. السلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم، گوش خدمت تو باشه، بفرمایید. الو بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. شبکه آسان حق. وصال حق، بفرمایید. شبکه آسان حق. خسته نباشید. سلامت باشید. سلام عرض میکنیم خدمتتون. علیکم السلام. الو بفرمایید دوست عزیز. میگم اونهایی که برخلاف احکام الهی و مکتب رسول الله و مکتب آقا رسول الله و احکام قرآن عمل کردن، از صدر اسلام تا یعنی ملعون خدا و رسول هستند. شما اهل تسنن ابوبکر را بر حضرت علی علیه السلام مقدم می‌دانید. دوست عزیز یه لحظه. دوست عزیز یه لحظه. اگرچه مربوط به بحث نمیشه، شما که اینقدر داد میزنید، یک دلیلی صحیح و منطقی و عقلی برای این حرفتون ارائه بدین. شما اهل تشیع. بله. الو دلیل، لطفاً دلیل بیارید. الو در جریان آیه براءت وقتی لطفاً دلیل، دوست عزیز لطفاً دلیل بیارین. آیه براءت و روز قدیر و 3 روز جعلی که برای قدیر ساختین، اینا دلیل نمیشه. دلیل بیارین که واقعا هم منطقی باشه، هم خود سیدنا علی بون استدلال کرده باشه، یا حدیثی باشه از کتب خودتون صحیح و صریح. پیامبر اسلام اول ابوبکر فرستاد برای آیه براءت بخونه. دوست عزیز با عرض پوزش شما حرف خودتون میزنید و همون راهی که داریم بر همون میریم. صداتون رو قطع میکنم چون که وقتی هم نمونده، بینندگان هم پشت خطن. 3 دقیقه دیگه بیشتر نداریم. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. شبکه سال وصال حق، بفرمایید. ببخشید می‌خواستم درباره موضوعی که استاد خیلی دوست داره حرف بزنم. از کجا تماس میگیرید؟ این با المؤمنین. من از ایران تماس میگیرم. از کجا؟ من که نشیدم. بفرمایید. از ایران تماس میگیرم. بفرمایید.
استاد انصاری، این آیه هست درباره پاکی حضرت عایشه که میگه پاکان برای پاکانه و ناپاکان برای ناپاکان. تقریبا معنیش همین جوریه. این ناپاکان همین آخوندان، این آخوندی که میره 20 تا 30 تا صیغه میکنه خب ناپاکه، خب مشخص زنش هم میره همین کارو میکنه. حالا زودش میاد که این آیه برای حضرت عایشه نازل شده، میاد فحش میده به حضرت عایشه. دلیلش همینه، کسانی که به حضرت عایشه فحش میدن خودشون فاسدن، زورشون میاد. چرا این آیه نازل شده؟ این آیه نازل شده برای این زورشون میاد فحش میدن به حضرت عایشه. خیلی ممنون استاد، دوست داریم. خداحافظ. خدا نگهدارتون. بفرمایید. وقتی هم نمونده شما. وقت نمونده. فقط من یک تعلیقی داشتم. تشکر میکنم از برادر عزیزمون با لهجه شیرین اصفهانی که صحبت رو کردن. این حرفی که به شما زدن که زن طلاق میشه به خاطر دروغی که گفتی، این صحیح نیست، ولی اینکه یک سنی گفته باشه. درست. اما اینکه آخوندها دروغ میگن و این نکته مهمی رو اشاره کردن. میاد میگه که من دارم نماز عصر رو میخونم، درست، اما در وقت نماز ظهر داره این نماز رو میخونه. خب دقیقاً مخالف نامه 52 نهج البلاغه که ما در برنامه گذشته در این مورد صحبت کردیم و نشون دادیم که سیدنا علی رضی الله عنه در نهج البلاغه نامه 52 رو بخونید که اوقات پنجگانه نماز رو هر کدام در وقت خودش بیان میکنه. برادری که زیاد سر صدا میکردن در مورد یک دقیقه کمتر مونده. من خیلی کوتاه چون شبهه‌ای نمونه در نزد بینندگان. آیه براءت رو فرمودن که سیدنا علی فرستاده. پس اگر بر اساس این استدلال شما باشه، یکی از امامان برحق اسامه بن زید است، چون پیامبر صلی الله علیه و وقتی که وفات کردن ایشون رو سرلشکر اسلام تعیین کردن، امیر تعیین کردن. اینی که به دست کسی آیه فرستادن فلانی رو فرمانده لشکر قرار دادن، دلیل نمیشه که فلانی ما امام بلافاصل بدونیم. درست. در موردش است. من تشکر میکنم از تک تک حرف پایانیتون جناب استاد که برنامه رو ببندیم. بله، ما انشالله حرف پایانیمون رو در هفته آینده، در همین هفته انشالله در روز چهارشنبه میزنیم در برنامه حجت بی حجت دوباره، که انشالله تکفیر عموم اهل سنت رو مستند از کتب شیعه نشان خواهیم داد. و هفته روز چهارشنبه برنامه منهاج السنه ساعت 6:30 به وقت تهران همین بحث رو ادامه خواهیم داد. با شما خواهیم بود در روز چهارشنبه. به امید دیدار. خدایا رو نگهدارتون.